رادیوی بوف تقدیم می‌کند. فیلمنامه‌ای که بدون سانسور فیلم می‌شود. این داستان سید جمال، دوست دوران کودکی. از زنجان به طرف تهران می آمدم که نزدیکی‌های قزوین یک پیرمرد خودش رو انداخت جلوی ماشین. خوشبختانه سرعتم زیاد نبود، ولی پس از برخورد پیرمرد با ماشین تمام بدنم بی‌حس شد و چند دقیقه‌ای نتونستم از پشت فرمون اتومبیل حرکت کنم. تا که یک نفر به شیشه ماشین زد و صدام کرد و گفت حالت خوبه آقا؟ با حرکت سر تایید کردم که چیزیم نیست. مرد در ماشین رو باز کرد و کمک کرد تا من از ماشین پیاده شم و به بالای سر مردی که پس از تصادف با ماشین من نقش زمین شده بود رفت. سرش شکسته بود، ازش خون میومد، ولی حرکتی نمیکرد و چیزی نمیگفت. مردی که به کمک من اومده بود گفت نداد آقا، زندان. اگر میتونی رانندگی کنی خودمو ببرش بیمارستان و بی خود منتظر پلیس و آمبولانس نشیم. گفتم حرفی ندارم، اشکالی نداشته باشه. مرد گفت چه اشکالی؟ یه نفر دیگه هم به کمک گرفته پیرمرد رو تو صندلی عقب ماشین جای دادیم. در حالی که یک نفر عقب نشسته بود و سر پیرمرد رو روی سینه‌اش نگه داشته بود، مرد هم آمد جلو کنار من نشست و گفت حرکت کن. گفتم جایی رو بلد نیستم، خودتون راهنمایی کنید. با راهنمایی که مرد کرد، مرد مصدوم رو بیمارستان بوعلی رساندیم. آنجا از دکتر معالج خواستم اگر امکانات معالجه مصدوم رو ندارن اجازه بدن تا او را به تهران ببرن، که گفتن فعلا جای هیچ گونه نگرانی نیست. از پس هر گونه تشخیصی برخواهند آمد. پس از تشکیل پرونده به اتفاق مأمور نیروی انتظامی که بیمارستان آمده بود به کلانتری رفتم. اتومبیل را به پارکینگ نیروی انتظامی انتقال دادند و من با حسن نیت رئیس کلانتری پس از دیدار از پیرمرد به هتل رفتم و فردا صبح باز به اتفاق یک مأمور نیروی انتظامی به بیمارستان رفتم. خوشبختانه پیرمرد صحیح و سالم بود، فقط همون شکستگی سر داشت و پانسمان شده بود. مأمور از پیرمرد پرسید حالت چطوره؟ جواب داد بدبختانه خوبم. مأمور گفت دکترم گفته که هیچ گونه مسئله نداری و میتونی همین امروز مرخص بشی. اگر از این آقا شکایتی داری پایین ورقه امضا کن. نه شکایتی ندارم. پس رضایت میدی؟ بله. مأمور رضایت پیرمرد رو گرفت و گفت شما میتونید بیاد پاسگاه تا مراحل قانونی رو طی کنید. گفتم باشه بعدا خودم میام. پس از رفتن مأمور از پیرمرد پرسیدم من که نفهمیدم چطوری تو جلوی ماشین من ثبت شدی. خودت میدونی؟ آره خودت میدونی چطوری اتفاق افتاد؟ من خودمو عمدن جلوی ماشین شما انداختم. میخواستم خودکشی کنم، ولی از ماشینای سنگین میترسیدم. منتظر موندم این ماشین مدل بالا بیاد که اگه مردم دیه کامل به پسرم برسه که تو زندانه. ولی انگار یه نفر تو همون لحظه منو گرفت و آروم گذاشتم رو زمین. گفتم حضرت عباس بوده، چون در همون لحظه برخورد من از ته قلب گفتم یا ابوالفضل. او بود که به داد من تو رسید. اون که دست نداره. منو یکی انگار بغل کرد و گذاشت رو زمین. گفتم پس جدت به کمکت اومده. از جدم خیلی چیزا خواستم که به هم محل نداده. بخت سیاه من بود که نازش راحت بشم. سید از این حرفا بگذاریم. سوالی ازت دارم که از دیشب همینجوری فکرمو مشغول خودش کرده. شما قبلا ساکن شهر ری، خیابون سیمان، محله چارجوب نبودی؟ چرا؟ از کجا میدونی؟ سید من مسعودم، همسایه دیوار به دیوارتون.
چقدر سر والیبال با هم دعوا و آشتی کردیم، یادت میاد؟ تو مسعودی؟ چه خوب موندی، نشناختمه. تو هم خیلی پیر و شکسته شدی، با خودت چیکار کردی؟ منم به سختی تو رو شناختم. میدونم، من که با خودم کاری نکردم. هر بلایی سر من اومد از این زندگی سگی بوده. صحبتم با سید گل انداخته بود. پرسیدم خب بگو ببینم اینجا چی کار میکنی؟ داستانش طولانیه. باشه من میرم کارات انجام میدم و میام با هم بریم به خونت، اونجا برام تعریف کن. پس از طی مراحل قانونی اتومبیل رو تحویل گرفتم و سر راه مقدار میوه و مواد غذایی تهیه و به طرف بیمارستان حرکت کرد و پس از ترخیص سید جمال به اتفاق او به طرف منزلش رفتیم. در یکی از دهات تاکستان به امامزاده رسیدیم که سید جمال متولی اونجا بود. یک سویت کنار دفتر امامزاده با یک اتاق و سرویس بهداشتی و آشپزخانه کوچیک. کف اتاق هم یه فرش ماشینی با 2 مخده ماشینی قرار داشت. من همونجا روی زمین جلوی یکی از مخده ها نشستم و سید جمال پس از جابجایی چیزهایی که من تهیه کرده بودم کچاپ روی گذاشت و چای درست کرد. سید بیا بشین تعریف کن، خیلی حرفا داریم که با هم بزنیم. سید اومد روبروی من نشست. داداشم حاج آقا مرتضی رو یادته؟ آره مگه میشه فراموش کرده باشم، آدم خوبی بود. آره آدم خوبی بود، اما تو ازش چی میدونی؟ هیچی، همون چیزایی که دیده بودم. راننده مدیر عامل شرکت بود، بعدش مأمور خرید شد و بعدم رفت مکه و آره جز مریدان و نزدیکای حاج آقا قدیری شد. آدم بسیار متدین و با تعصبی شده بود. پس تا همینجا میدونی اینا مال قبل انقلاب بود. حاجی جز افراد خاص حاج آقا قدیری شد، رئیس صندوق قرض الحسنه حاج آقا شد. بیشتر کارهای حاج آقا رو تو ساخت و سازا انجام میدم. ساخت و ساز چی؟ خبر نداری؟ حاج آقا قدیری بعد انقلاب شد یک بساز بفروش بزرگ. پاساژ می ساخت، شهرک می ساخت، خیلی کارهای پردرآمد می کرد که فقط حاج آقا مرتضی خبر داشت. تمامی این کارا به دست حاج مرتضی انجام می شد. باور نمی کنم، اون که سواد نداشت. هیچ کس باور نمی کنه. آره سواد نداشت، اما حرومزادگی داشت. از آقا مرتضی گذشته حاج آقا قدیری که مال و منالی نداشت. تو همون خیابان و سیمان تو یک خانه فکستنی زندگی میکرد. گنج پیدا کرد. آره خوب گنج پیدا کرد. انقلاب برای او و خیلی از آخوندهای دیگه یک گنج بزرگ و تمام نشدنی شد. راستی یکی از کارهای کوچیکشو برات بگم. وقتی که صرافی‌ها رو جمع کردن اینا شروع کردن به خرید و فروش ارز. آدم‌های زیادی به کار گرفتن که تو خیابون نادری و فردوسی براشون خرید و فروش دلار و پولای خارجی میکن. آنها رو که گهگداری پلیس دستگیر میکرد. کارشون غیر قانونی بود. نه خیر آقا جان، کسانی دستگیر میشدن که توی این آشفت بازار خواسته بودن کاری بکنن، پولی در بیارن. اونایی که برای خودشون کار میکردن دستگیر میشدن. سرت در نیارم. حاج آقا مرتضی در کنار حاج آقا قدیری قولی شد که نگو نپرس. حرومزاده از اونجایی که نمیخواست من سر از کارش در بیارم هیچ وقت دست منو نگرفت.
هرچی مادرم میگو مرتضی یک کاری هم برای جمال بکن. میگفت این کاری ازش بر نمیاد، فقط آبروی ما رو میبره. تا اینکه وقتی مادرم در حال مرگ بود من آورد اسلام شهر رو خادم این مسجد کرد. جواد پسرمم تو کارخونه بنزخاور استخدام کرد. کی زنگ گرفتی؟ چند تا بچه داری؟ وقتی که تو کارخونه چیت اطلس کار میکردم زنگ گرفت. 2 سالم بیشتر ازدواجمون دووم نیاورد. پسرم جواد و مادرش بزرگ کرد. بعد از اینکه جواد 6 ماه شد زنم طلاق گرفت و رفت. بله من اومدم خادم مسجد شدم. راضی هم بودم، اموراتمون به خوبی میگذره. تا اینکه یه روز نزدیکی های غروب تو دفتر مسجد با حاج آقا نشسته بودیم که یه پیرزن با دختر جوانش وارد دفتر مسجد شد. پیرزن با حاج آقا گفت یک کار خصوصی دارم و میخوام با شما حرف بزنم. میخوام تنها باشی. حاج آقا گفت سید در رو ببند کسی داخل نیاد. من در دفتر رو از داخل قفل کردم. زن گفت فقط با خودتون کار دارم. حاجی گفت حرفتو بزن، سید خودیه، با من فرقی نداره. زن نگاه به من کرد و بعد یک دفعه زانو زد جلوی حاج آقا و پایین عبای حاجی رو به دست گرفت و گفت گریه میکرد. حاج آقا دستم به دامنه، تو رو خدا، تو رو سر جدت قسم، تو رو به فاطمه زهرا مادر گرامیتون قسم کمکم کنی، دستمو بگیرید. حاجی مرتب میگه چرا قسم میدی؟ خب حرفتو بزن. اما زن مرتب حاجی رو قسم میداد، حواله میداد به یک اماما. تا اینکه حاجی عصبانی شد و عباشو از دست زن کشید و واسه رو گفت مشکلت چیه؟ اگه پول میخوای اشتباه اومدی، باید بری کمیته امداد. زن گفت نه حاج آقا، پول نمیخوام، امانتی دارم که میخوام ازش محافظت کنید، براش پدری کنید. حاج آقا این دختر که به دنیا اومد، اشاره کرد بود دختری جوان، او رو از همان روز تولد نذر سید کردم. میخواستم با دستای خودم به یک سید روحانی تقدیمش کنم، اما چه کنم که از 1 سال پیش که پدرش مرد زندگی ما به کلن از هم پاشید. همین امروز یه مقدار آت آشغالی که داشتیم صاحب خونمون بیرون ریخت، ما رو از خونه بیرون کرد. حاج آقا من میخوام برگردم به دهاتون، اما این دختر رو نمیتونم به خودم ببرم. نمیدونم اونجا چی در انتظار ماست. سالیان سالی که اونجا خبر ندارم. با خودم گفتم من که این دختر رو نذر سید کردم، چه کسی بهتر از شما؟ اگر شما قبول کنید مسئولیتش رو به دست شما میدم و اگر قابل بدونید و به کنیزی خودتون قبولش کنید که من برای همیشه خیالم راحت بشه. میدونم که هم دنیاشو داره و هم آخرتش و تمام دعاگوی شما خواهم. اگر قابل ندونستید پدری کنید و او رو به عقد یه سید بزرگواری درارید. انتظار زیادی نداره، نه مهر میخواد و نه چیز دیگه. خودش هم به جز نجابت و اطاعت از شوهرش هیچ چی نداره. آقا تو رو خدا به دست بریده حضرت عباس کمک کن، بزرگی کنی. میدونم انتظار نادرستی،
اما به جدتون قسم که دستمون از همه جا کوتاه و راه و چاره‌ای به جز مردن نداره. خدا انشاءالله یک در دنیا و هزار در آخرت بهتون اجر بده. به ما رحم کنید، به این دختر جوان رحم کنید. عبای حاجی رو گرفته بود و محکم تکون میداد و اشک از چشماش سرازیر بود. حاجی سرفه کرد و گفت بلند شو مادر، بلند شو، اینقدر ناامید نباش، به خدا توکل کن. خدا هیچ وقت بنده هاشو تک و تنها در میدان مصیبت نمیذاره. زنم گفت همیشه توکلم به خدا بوده. حاج آقا نمیدونم چه گناهی از من سر زده که خدا نیم نگاهی هم به ما نمیکنه. حاج آقا گفت اختیار دارید خانم، شما یه قدری از خدا غافل شدید. همان روزی که این دختر را نظر سید کردید خدا این راه را پیش شما باز کرده. همین امروز که اومدی پیش من فکر میکنی به پای خودت آمدی؟ نه خیر، به خواست اراده خدا آمدی تو همیشه از رنج و عذاب راحت شی. به روی چشم خانم، از آنجایی که من میدونم این خواست خداونده است، بنده هم به خواست او لبیک میگم. خیالت راحت. حالا بگو کجا میخوای بری و کی برمیگردی؟ زنم گفت دهات ما تو نیشابوره، میرم ده و همونجا میمونم و دیگر به این خراب شده بر نمیگردم. حاجی گفت بسیار خوب، کار خوبی میکنی، این هم خواست خداست. حاجی رو به من کرد و گفت سید، از صندوق مسجد یه پول سفر و هزینه راه را به این خانم بده، یه مقداری هم خرجی بهش بده تا بتونه خودشو جمع جور کنه. خانم خودت میتونی بری یک کسی رو همراهت کنم؟ زن گفت نه، خودم بلدم، اگر خیالم از اقدس راحت بشه همین از ساعت حرکت میکنم. حاجی گفت خیالت راحت، برای اطلاع میگم من همسر و 3 بچه دارم. اگر بخوام ایشان رو برای خودم عقد کنم باید رضایت حاج خانم بگیرم، اگر خواست خدا باشه. ایشان هم رضایت خواند، اما اگر رضایت خدا نباشه کاری نمیشه کرد. ولی حتما با یک جهیزیه کامل این دختر را که مورد توجه الله هست به عقد یک سید در میاره. راستی میخوای حتما معمم باشه؟ زن پاسخ داد حاج آقا من نذر سید روحانیش کردم. حاجی باشه یک شوهر روحانی سید براش پیدا کن. و حالا برای اینکه باید سرپرستیشو به عهده بگیرم یک صیغه محرمیت میخونم که ایشان به من محرم بشه. زن پرسید چه صیغه‌ای حاج آقا؟ شما از این مسائل سر در نمیارید. این صیغه برای امر زناشویی نیست، فقط برای محرمیت خواهر من. زن بیچاره‌ام گفت که خدا عمر با عزت بهت بده. حاج آقا شما چقدر شریف و پاکی، کاش همه مردها مثل شما بودن. سرتو درد نیاره. حاجی به من گفت این خانم رو راه بنداز و اتاق خودتن برای چند روزی بده به این دختر تا ببینیم چی کار میتونیم براش کنیم. خودتن رخت خوابتو بیار اینجا، من میرم برای نماز. کارات که تموم شد بیا مسجد. منم اوامر حاجی رو انجام دادم و بعد از نماز رفتم به صحن مسجد. نماز حاجی تمام شده بود. رفت بالای منبر و آن شب گل کاش، سخنرانی عجیب. دقیقاً با این کلمات شروع کرد: بر سر ما و مردم جا بردند، از خدا و پیغمبر و کتاب و دین خدا غافل شدیم، راهمان را گم کردیم. جماعت حرام محمد حرام الی یوم القیامت، حلال محمد حلال الی یوم القیامت.
آنچه را که حرام کرده تا قیامت حرام است، کسی نمیتواند حلال کند، و آنچه را هم که حلال کرده تا قیامت حلال است. خود حضرت آورنده کتاب، صاحب وحی، رابط جبرائیل و فلان وقتی مریم قبطیه را بر خود حرام فرمود، آیه نازل شد که ای محمد، تو نمیتوانی چیزی را که مر تو حلال کردیم بر خود حلال کن. آقا بر اساس آیین مقدس محمدی هر مرد میتواند 4 زن عقدی اختیار کند. این حلال اندر حلال است. حالا تو میایی و میگی خدا یکی و زن یکی، غلط کردی. یعنی حرف محمد و قرآن محمد پوچ، یعنی کلام خدا غلط تو کردی آدم احمق. هر دختر و مردی که ازدواج بر آنها واجب شد، اگر به امر خدا و سنت پیغمبر گردن ندهند، هر قدمی که برمی‌دارند زمین نفرین نشان می‌کند. بابا، دخترهایتان را به بهانه‌های مختلف، مثلا درس خواندن، که آن درس هم بخوره تو سرش، یا باید شوهر خوبی پیدا بشود، یا هنوز قربونش برم بچه است و فلان و فلان. در خانه نگه ندارید. والله بالله رحمت و برکت خدا از خانه هایتان دور می کنید. باعث می شوید شیطان در منزلتان سکونت کنه. بانی فساد و تباهی می شوید. دختر به امر خدا 9 سالش که شد، تکلیف بهش واجب است و باید هرچه زودتر شوهر کند. دنبال مرد پولدار نگردید به بهانه داشتن خانه و اتومبیل. دختر بیچاره را بر دل خود ننشانید. مگر همه از ابتدا ثروتمند به دنیا آمده؟ شما امر خدا را اطاعت کنید. خدا خودش درهای ثروت را به رویتان باز میکنه. سرزنش نکنید مردی را که همسر دوم یا سوم اختیار کرده است. بدبخت، تو خودت قابل سرزنشی. اون مرد امر خدا را اطاعت کرده، از امر خدا پیروی کرده. زن یکی خدا یکی. چه خری این حرف را زده؟ احمق. زن را با خدا مقایسه کرده و در یک کفه ترازو گذاشته ای؟ اینها را گفتم که برید کمی فکر کنید. امشب میخواهم درهای بهشت را برای کسانی که طالبش هستند باز کنم. یک دختر جوان به امر خدا گردن نهاده و با مردی که از خودش تنگ دست‌تر است میخواد ازدواج کنه. هیچ چیز نداره. اگر آخرتت را میخواهی بسازی، آنچه که در توان داری و میتوانی برای این زوج تهیه کن. هر کس هر چقدر که میتواند، اگر توانش را دارد، برایش فرش، ماشین، لباسشویی، یخچال، اصلا هر چیزی که در منزل دست دوم داری برایشان آماده کن. به این زوج کمک کن. از همین امشب می توانید هداهای خودتان را بیاورید دفتر مسجد و به سید جمال تحویل دهید. اشتباه نکنید. من میخواهم درهای بهشت را براتون باز کنم، چون میدانم شما بیشتر از هر کسی دیگری در این دنیا لیاقتش دارید. وگرنه دوستان و آشنایان مریدانی در بازار دارم که اگر برای آنها لب باز کنم، 1 نفرشان تمام نیازهای این 2 جوان رو برآورده میکنه. اما من میخواهم این ثواب نصیب شما شود. السلام علیکم و رحمت الله. این تا اینجا اصل ماجرا. حالا شروع میشه. سید جمال بلند شد و یه بشقاب میوه آورد وسط اتاق گذاشت و بعد هم ترتیب چای داد و نشست.
حوصله داری بازم بگم؟ اتفاقا خیلی مشتاق شدم. اگر حالش داری تعریف کن. از همان شب مردم وسایل زیادی آوردند و تحویل من دادند. فردای اون روز وقتی غروب به اندازه 3-4 جیزیه جمع شد، یک نفرم کلید منزل رو تو همون اسلام شهر به حاج آقا داد با 1/3 اجاره، که همون شب همه وسایل کلیه لوازم با اقدس خانم بردیم اونجا. اینو بگم که بعد از چند روز حاج آقا اقدس رو برای خودش صیغه کرد. چی گفتی؟ مگه دختر رو میشه صیغه موقت کرد؟ من شنیده بودم که دختر رو نمیتونه صیغه کنی. شاید اول دختر رو از دختری در میارند و بعد صیغهش میکن. اینو برات بگم. اقدس خانم خیلی خوشگل و خوشیکل بود. حاج آقا هم بد جوری به اقدس خانم دل باخت. من هر روز احتیاجات اقدس خانم رو تهیه میکردم و به منزلش میبردم. گهگداری هم که کار داشتم این وظیفه رو جواد پسرم انجام میدم، که ای کاش هرگز نمیذاشتم جواد با اقدس رو بروشم. توی رفت آمدا جواد شیفته و عاشق اقدس شد. جواد هم جوان بود، هم خوشیکل بود و هم خوشگل. اقدس هم بد جوری به جواد دل باخت. آخرش هم حاجی از رابطه اقدس و جواد با خبر شد. بعدش هم بعد از چند بار لط و پار کردن جواد توسط آدماش ابتدا کاری کرد که جواد از کارخونه بنزخاور بیرون کرد. قدغن کردن که جواد برای خوابم پیش من نیاد، یعنی بیکار و بی خانومم شد. اما جواد توی سوپرمارکتی شروع به کار کرد و همونجا شبام تو سوپرمارکتی میخوابید. ولی رابطهش با اقدس قطع نشد تا اینکه حاجی به سطوح اومد. یه شب به من گفت برو جواد بیار اینجا، میخوام باهاتون اتمام حجت کنم. اون شب از جواد پرسید تو میدونی که این زن صیغه منه؟ تو میدونی رابطه با یه زن شوهردار یعنی چی؟ جوادم گفت حاج آقا زن صیغه شماست، حالا که میدونید منو دوست داره چرا صیغه رو فسخ نمی‌کنید؟ حاجی پرسید که چی بشه؟ جواد گفت حاج آقا شما جای پدر اقدس خانم هستید، اون مثل دختر شما میمونه. اگر شما صیغه رو فسخ کنید من و اقدس با هم ازدواج میکنیم، نه به صورت موقت. اقدس به عقد دائمی من در میاد. حاجی گفت حتما تو خونه منم زندگی میکنی. جواد گفت آنجا که همه چیزش مال مردم حاج آقا. خیر، یه اتاق میگیرم و با اساس و مال خودمون زندگی میکنم. مگه قرار نبود شما اقدس رو به عقد یه سید در بیارید؟ خب منم یه سیدم. حاجی گفت یک سید روحانی، نه یه سید چلغوزی مثل تو. تازه این فضولی هم به تو نیومده دور اقدس و خط بکش، وگرنه از صفحه روزگار محوت میکنم پسر. جوادم جواب داد من و اقدس همدیگر رو دوست داریم. کسی که باید دور اقدس و خط بکشه تو هستی، نه من. حاجی اگر اقدس آزاد نکنی به خدا قسم آبرو برات نمیذارم. کار میکنم از این شهر فرار کنی و پشت سرت هم نگاه نکنی. حاجی هم گفت بزرگتر از دهنت حرف میزنی. اگر به خاطر آقا مرتضی و حاج آقا قدیری نبود
یه ثانیه هم نمیذاشتم نفس بکشی پسر الدنگ الاغ. من گفتم حاج آقا چندین سال دارم بهت مثل یک نوکر بیجیر و مواجب خدمت میکنم. منم در عرض این سالها خیلی چیزا از شما میدونم. این پسر منه، لااقل حرمت منو نگه دار. گفت ای وای سید جمال، به خاطر توی که الان اینجا نشستم و دارم سر مسئله به این مهمی حرف میزنم. اگر این حرمت نبود جای من و شما اینجا نبود. یا خودت جلوی پسرت میگیری یا من میگیرم. بلند شد و رفت. بعد چی شد؟ حاج آقا همان شب میره پیش اقدس، چنان کتکی به اقدس میزنه که 20 روز طول میکشه تا آثارش محو بشه. بعد یه روز خواست یه ساک سفری براش بخرم. وقتی با ساک برگشتم دیدم یک ماشین آخرین مدل شیک جلوی مسجد پارک کرد. وقتی وارد دفتر مسجد شدم قناب رضا راننده حاج آقا مرتضی رو اونجا دیدم. حاجی ساک از من گرفت و رفت داخل ماشین نشست. راننده حاج آقا مرتضی هم بعد از این که به من گفت شما پدر پسر چی کار کردید رفت پشت فرمان قرار گرفت و با حاج آقا رفت. از اون روز به بعد دیگه کسی اقدس رو ندید. نفهمیدیم کجا رفت. جواد داشت دیونه میشد. کارش مرتب گریه بوده بیقراری. هر چقدر نصیحتشم میکردم فایده‌ای نداشت. خودم جرأت دادم و چند بار از حاج آقا پرسیدم که اقدس کجا رفته. یکی دو بار گفت رفته زیارت. یک بارم گفت اقدس مرد. دیگه هم حرفشو نزد. گفتم حاج آقا اقدس امانتی بود از طرف مادرش، شما که امانت دار بودید. گفت بودم، پسر الدنگ تو نذاشت، طلاقش دادم. لیاقت ای زندگی رو نداشت، انداختمش بیرون تا بره مثل سگ زندگی کنه تا قدر عافیت بفهم. دیدم جواد داره از دست میره. نفهمیدم و بهش گفتم بابا اقدس و راننده عمود حاج مرتضی برد. جوادم مات و مبهوت شد و گفت چرا عمو؟ او چه نقشی میتونه داشته باشه؟ حتما میدونه اقدس کجا. بابا پیداش میکنم. همان روز جواد رفت پیش عموش و با صورت و لط و پار شده برگشت. پرسیدم جواد چی کار کردی؟ کی تو رو به روز انداخت؟ گفت آدمای برادرت. پرسیدم برای چی؟ گفت میدونست اقدس کجاست ولی آدرسش نداد. تهدیدش کردم. عصبانی شد و هرچی از دهنش در اومد گفت. بعدم تو اوج عصبانیت گفت بدبخت چند روز صیغه خودم بود، حالا هم معلوم نیست تو خونه کی هست و با کیه. وقتی بهش حمله کردم آدمش رو صدا کرد و من رو به این روز انداخت. گفتم بابا اگر راست گفته باشه باید قید اقدس رو زد. دیگه بهش فکر نکن. گفت نمیشه بابا، نمیشه. اقدس از هر زنی پاکتره. من میدونم. همون شب رفت و بعد از 10 روز برگشت. اتفاقا من و حاج آقا جلوی دفتر مسجد ایستاده بودیم. جواد اومد و بدون مقدم دست حاجی رو گرفت و بوسید. گفت حاج آقا تو رو به خدا، تو رو به جدت قسم منو ببخش و از سر تقصیر من بگذر. حاجی گفت تو اگه جای من بودی قبول میکردی؟ جواب داد بهش که من سگ کی باشم که بتونم جای شما باشم. افتاد روی پای حاجی و گفت حلالم کن. حاج آقا قول میدم مثل یک سگ به شما وفادار باشم تا آخر
نوکرتون میکنم. مطمئن باشید اگر اجازه بدید کاری خواهم کرد که رضایت شما رو از هر جهت جلب کنم. من توبه کردم حاج آقا، انشاءالله که خداوند توبه منو قبول کنه، شما هم قبول کن. اجازه بدید غلام حلقه به گوش شما باشه. حاجی او رو از روی پاش بلند کرد و گفت باشه ببینم تعریف کن. من از سر تقصیرت میگذرم، انشالله که خدا هم از سر تقصیرت بگذره. دوباره جواد دست حاج آقا رو بوسید و افتاد روی پای حاج آقا و های های گریه کرد. حاجی باز دستشو گرفت و از روی پاش بلند کرد و گفت نه، مثل این که عمیقاً پشیمون شدی، اما پدر سوخته تو باعث شدی که اقدس از دست ما رفت. البته زیاد مهم نی، چون چیزی که زیاده زنه، از اقدس بهتر خیلیه. پسر خوب بگو ببینم حالا که برگشتی چی کار میخوای بکنی؟ جواد گفت اول میخوام از عمومم معذرت خواهی کنم، میخوام کاری کنم اونم منو ببخشه، بعدم میخوام نوکری شما رو بکنم. از دنیا هیچی نمیخوام به جز قدم برداشتن تو صراط مستقیم، عاقبت به خیر بشه. حاجی گفت احسنت، من خودم کاری میکنم که حاج آقا مرتضی هم تو رو ببخشه. جواد تو حرفش اومد و گفت حاج آقا میخوام برم خدمتشون، دست پاشو ببوسم، به حرف رضایت نمیدم، اما باید با چشمان خودش ببینه که چقدر پشیمون و نادم هستم. 15 روز طول کشید تا حاج آقا مرتضی پس از تلفن‌های حاجی و من رضایت داد تا جواد رو تو خونش ببین. جواد تو طول این مدت بسیار ساکت و آرام شده بود. اگر کسی صداش نمی کرد، کاری باش نداشت، کلامی حرف نمیزد، تو خودش بود. تا اینکه تو روز موعود لباساشو پوشید و هنگام خداحافظی منو بغل کرد و صورتم بوسید و از من حلالیت دل. من هاج و واج مونده بودم، هیچ حرکتی، چرا با من اینجور رفتار میکنه؟ تا اینکه شب شد و یه ماشین سواری اومد جلوی مسجد و 2 نفر ازش پیاده شدند و اومدن خونه ای من و به من دستبند زدند و بیرون در از من خواستن روی زمین دراز بکشم. بعد شروع کردن به تفتیش خونه. بعد از به هم ریختن همه چی منو سوار ماشین کردند و بردند جایی که پسرای حاج مرتضی هم بودن. وقتی رسیدم سلام کردم به محسن و حسین پسرای برادرم، گفتم چی شده عمو، چه خبره؟ منو چرا بردن اینجا؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ از من رو برگردوندن اونا. گفتم تو خبر نداری پیر مرد خرفت؟ فردی که پشت میز بود پس از رفتن محسن و حسین از من پرسید پسر چند وقته با منافقین همکاری میکنه؟ گفتم منافقین؟ منافقین کیان؟ مرد گفت خودت را زدی به خریت مردک. تو تا حالا اسم منافقین به گوشت نخورده که میگی منافقین کیان؟ منافقین همون وطن فروشای ضد اسلام، چطور نمیدونی؟ گفتم آخه جوادو چه به یه حرفا؟ گفت جواد چه به یه حرفا؟ یعنی تو اسلحه جوادو ندیدی؟ گفتم چه اسلحه‌ای؟ او خرج خودشو به زور در میاره، اسلحه برای چشه؟ از کجا آورده؟ من گفت تو باید بگی، از ما سوال میکنی؟ چه درد سرت بدم. خوشبختانه تیرا به کتف حاج مرتضی اصابت کرده بود، از ملک جان سالم به درد بود. پس از چند روز منو با دستبند بردن پیش حاج مرتضی که به هوش سر حال بود. گفتم حتما میخواد به خاطر کار جواد از من گلگی کنه، اما گلگی در کار نبود. گفت جمال مواظب باش تو بازجویی ها اسمی از اقدس نبری،
تا حالا که چی از اقدس نگفتی؟ گفتم نه. گفت نه تو و نه اون پسر حرومزاده حق ندارید کلامی از اقدس بگید. اگر چیزی بگید بر با خاک پدر و مادرم اونو اعدامش میکنم. دور هم مثل یه پشه از صفحه روزگار محو میکنم که بره راحت شی. منم قول دادم که چیزی نگم، ولی پرسیدم اگر جواد حرفی زد چه؟ گفت بهتر که حرفی نزنه. جون و زندگیش بستگی به همین حرف نزدنش داره. من را بردند و به جواد هم التیماتوم داد که اسمی از اقدس نبره. چجوری؟ اون رو دیگر نمیدونم، یا توسط همون کسی که ازش تحقیق میکردم یا توسط اشخاص دیگه. اما بعدا فهمیدم علت اینکه جواد اشاره‌ای به اقدس نکرد این بود که به جواد گفته بودن اگر اسمی از اقدس بیاری پدرتو مثل شپش زیر پا له میکن. جواد بیچاره به خاطر من ساکت شده بود. مگر ماجرای اقدس چه اهمیتی داشت که نمیخواستن در موردش حرف بزنن؟ اولا دستهاشون تو رابطه با خانوم بازی ها و فساد گسترده اخلاقشون رو میشه. این تنها اقدس نبود که دست به دست میشه، تازه معلوم نبود بستر و بیچاره چه آورد. دوما ترور شدن توسط یک مجاهد برای حاج آقا بهتر بود یا هدف قرار گرفتن توسط برادرزادش، آنم به خاطر یه ماجرای عشقی؟ کدومش بهتر بود؟ فکر میکنم برای اونایی هم که جوادو دستگیر کرده بودن بهتر بود یه مجاهد مسلح رو دستگیر کنن تا یک جوان عاشق پیشه. یک جوان احمق. خلاصه جواد ابتدا به حبس ابد و بعدم به 20 سال محکوم شد. راستی برای چی جوادو به مجاهدین وصل کردن؟ به خاطر اینکه وقتی میخواد شروع به تیراندازی کنه میگوید بسم قاسم الجباری. حاج آقا مرتضی و پسراش مدعی میشن که خواسته به زور اسلحه برای مجاهدین از حاج آقا پول بگیره. حالا تو بگو من حق داشتم خودکشی کنم یا نه؟ قدری فکر کردم و نتوانستم جواد سید جمال رو به طور قاطع بدم. حق داشت نداشت، به چه امیدی میخواد زندگی کنه و برای چی؟ فقط به خاطر نفس کشیدن و خوردن و خوابیدن؟ امروز به فردا رسوندن و این سختی ها رو تحمل کردن؟ نه، جوابی نداشتم که بهش بدم. پرسیدم راستی کی و برای چی از اسلام شهر به اینجا اومدی؟ گفت این خودش یه داستان دیگه یه که بعداً برات تعریف میکنم. مجله اینترنتی آوای بوف تقدیم میکند فیلمنامه‌ای که بدون سانسور فیلم میشود. نویسنده ف الف. طبق قرار قبلی با آقای محمد حسین اخلاقی، یکی از بزرگترین ثروتمندان کشور و صاحب بیش از 10 کارخانه و املاک بزرگ و شرکت‌های تجاری و مالک چندین برج، به میدان آفریقا و برج معروفش که دفتر آقای اخلاقی هم در آنجاست رفتم. وارد برج شدم و یک راست به طرف آسانسور رفتم که مأمور اطلاعات برج صدام کرد و گفت کجا تشریف می‌برید؟ گفتم میخوام آقای اخلاقی رو ببینم. گفت تشریف داشته باشید تا اطلاع بدم. شما؟ گفتم بهروز رهنما. گوشی رو برداشت و پس از گرفتن چند شماره گفت سلام عرض میکنم. یک جوانی آمده به اسم بهروز رهنما، میخواد خدمت آقا برسه. بسیار خوب. چشم. گوشی رو گذاشت و گفت بفرمایید طبقه 13 واحد 134. متشکرم. به طرف آسانسور رفتم و در طبقه 13 درب آپارتمان 134 رو زدم و وارد شدم. یه دفتر معمولی بود با یه هال و 4 تا در بدون اشیاء تجملی و لوکس. خانمی در پشت میز کار نشسته بود که بسیار جوان و زیبا بود.
سلام کردم و گفتم بهروز راهنما هستم. با آقای اخلاقی قرار داشتم. گفت بله. چند لحظه تحمل فرمایید. سپس گوشی تلفن رو برداشت و گفت آقای بهروز راهنما آمدن. چشم. گوشی رو گذاشت و من گفت بفرمایید داخل. در زدم داخل شدم. آقای اخلاقی مردی بود 75-6 ساله با موهای سفید و پرپشت و لباسی ساده و بسیار شیک. و اتاق کارش بسیار ساده بود، با یک میز کار معمولی و یک میز کنفرانس و چند صندلی که به دور نشسته بود. بدون که به خودش حرکتی بده سلام من رو جواب داد و اشاره کرد روی اولین صندلی کنار میز کارش بشین. آقای اخلاق، من امروز تمام وقتم رو در اختیار شما گذاشتم، ببینم چه کار میکنی. منم امیدوارم کاری بکنم که پیش شما صرف کنده نشه. من هم آرزویم همینه که یک وقت شما کاری نکنید که باعث پشیمونی بشه. جناب اخلاقی، همانطور که عرض کردم سرگذشت اشخاص محترم و موفقی مثل جناب عالی برای دیگران میتونه سرمشق و الگو قرار بگیره، مخصوصا برای جوانها و اونهایی که مرتب نق میزنن و شکایت میکنن. همینطوره. من یادم از بیوگرافی صاحب کارخانجات دو رو خوندم. فردی تا دست صاحب همه چیز شده بود. کتاب بسیار خوب و با ارزشی بود. داستان زندگی جناب عالی هم همینطوری خواهد شد. فقط یک شرط داره. شما لطفاً به سوالهای من صادقانه و بدون هیچ گونه پرده پوشی یا مصلحت اندیشی جواب بدید. اگر چیزی باشه که ازش خجالت بکشم و به ضررم باشه چی؟ اولا بنده اونا رو اصلاح و درست میکنم و در ثانی صفحه خاطرات جناب عالی مطالعه میکنید. هر جزء و نوشته ای رو که شما تایید فرمایید مورد استفاده قرار میگیره و با امید خدا چاپ میشه. هیچ سطری بدون اجازه شما چاپ نخواهد شد. ببینیم و تعریف کنیم. پس اجازه میفرمایید شروع کنیم؟ بفرمایید. ضبط صوت تسکیفم در آوردم، روشن کردم و روی میز گذاشتم. آقا اخلاقی، به شما ثروتی رسید که توانستید به اینجا برسید؟ اصلا و ابدا. پدر من یک مغازه کوچک در خیابان انقلاب نزدیک میدان امام حسین داشت که معاملات ماشین انجام میداد. پس آقا اخلاقی، صاحب صنایع غذایی اخلاقی، لبنیات اخلاقی، کارخانه‌های روغنکشی اخلاقی، مواد شوینده و پاک کننده اخلاقی، صنایع بسته‌بندی اخلاقی و شرکت‌های واردات و صادرات و مالک چندین برج املاک و مستقلات و خیلی چیزای دیگه رو چگونه به دست آوردید؟ با همت و کار شبانه روزی و خواست خداوند من حرکت کردم، اونم برکت داد. چگونه ممکنه؟ لطفاً از ابتدا شرح دهید که از کجا شروع کرد؟ بله، همونطور که گفتم پدر اونقدر پولدار نبود. من تا کلاس 11 درس خوندم، بعد تحصیل رو رها کردم و رفتم در مغازه پدر مشغول کار شدم. مغازه رو جارو میکردم، برای پدرم و مشتری‌ها چای می‌آوردم. خلاصه پادو مغازه بودم. تو خیابون می‌ایستادم و جلو ماشینا رو میگفتم و میگفتم فروشه. بله، کار ما از اینجا شروع شد. به هر ماشینی که دست میذاشتم میخریدم. هر کسی هم که نگاهی به ماشینم مینداخت بهش فروخته بود. همه میگفتن محمد حسین موره مار داره. طور شده بود که پول خوبی در میآوردم. از خریدار انعام حسابی میگرفتم، از فروشنده هم میگرفتم. پدرم آقا جلالم تو خونه هر فروشی به هم انعام درست حسابی میداد. کار به جایی رسید که برای خودم هم خرید و فروش میکردم. ابتدا ماهی 1-2 ماشین معامله میکردم، اما خیلی زود به هفته 2-3 معامله رسیدم. پدرتون به عنوان صاحب مغازه بهتون ایراد نمیگرفت؟
ابتدا چندین بار به پر و پام پیچید، اما وقتی چند روز قهر کردم و رفتم اومد دنبالم. بدون من کمیتش لنگ بود. این محمد حسین بود که چرخ بنگاه رو میچرخون، نه پدر. این ماشین رو از کجا پیدا میکردی؟ جلوی مغازه؟ خیر، از توی آگهی روزنامه. گفتم کافی بود یکی قصد فروش ماشینش داشته باشه. وقتی من بالا سر ماشینش میرسیدم دیگه صاحبش نبود و مال من. با اینکه اگر کسی نگاه خریدانه به اتومبیل من مینداخت، دیگه ماشین رو باید یا در خونه یا در پارکینگ خونش نگاه کن. خیلی جالب. اگر طرف قصد فروش داشت چندین عیب براش میتراشیدن که دیگه جرأت نگه داشتنش هم نداشت. حالا اگر میخواست بخره میگفتم ببریمش هر مکانیک میخوای نشونش بده. اگه کوچکترین ایرادی گرفت مال من. آها، راستی این اسماعیل آقا خودش مکانیک اومده من بهش ماشین بدم. اسماعیل آقا یه نگاه به این ماشین بنداز. بدونه که نگاهی به ماشین بکنه میگفت کار محمد حسین درسته. اگه مکانیک اونجا نبود چی؟ اصلا مکانیکی نبود. هر کسی بود من میگفتم این مکانیک. چند بارم پدرم آقا جلال رو گفتم مکانیکه. اونم یاد گرفته بود میگفت کار محمد حسین درسته. خلاصه که حسابی پولدار شده بود. تو بانک صادرات کنار مغازه یه حساب جاری باز کردم و یه دسته چک گرفتم. دیگه یواش یواش شدم آقای اخلاق. کسی به خودش اجازه میداد که من محمد حسین صدا کنم. پس اون زمان از کارتون راضی بودی؟ بله. اجازه بفرمایید داستان جالب براتون تعریف کنم. زمانی که محصل بودم مرتب والیبال بازی میکردم. اونم شرطی. مثلا نفری 100 یا 50 تومن. هر وقت میبردم اگه 50 تومن بود 10 تومن و اگه 100 تومن بود 20 تومن اون رو به بازنده برمیگردم و طلا و حلالیت میکرد. یعنی به این صورت بردم رو حلال میکرد. وقتی هم که اتومبیل رو معامله میکردم از خریدار یا فروشنده رضایت لفظی میگرفتم. میگفتم انشالله که راضی هستید و وقتی اونم رضایت کامل میدادن خیالم راحت میشه. ولی شاید بعد پشیمون شده باشند و احساس کنم کلاه سرشون رفت. وقتی من کلمه رضایت رو از طرف میگرفتم دیگه تمام شده بود. حتی وقتی کسی کلاه سر من بذاره و من بگم راضیم مسئله تمام شد. بسیار خوب. چند سال خرید و فروش تو مغازه پدرتون ادامه دادید؟ در مغازه پدر کلاً 6 سال کار کردم تا اینکه در یک مزایده فروش ماشین شرکت کردم. البته اینو بگم که همه اینا کار خدا بود و اگر نه من چه به مزایده توکل به خدا کردم و رفتم جلو. بعد از اینکه 50 تا ماشین رو رعایت کردم اومدم خانه نشستم فکر کردم آماده شدم یه مقدار ریسک کنم. اینم خواست خدا بود که این فکر به سرم افتاد. فردا قبل از اینکه برم پاکت پیشنهاد رو تحویل بدم رفتم بانک. در آن زمان 60,000 تومان پول گرفتم و گذاشتم تو پاکت. رفتم پیش رئیس مربوط پاکت بهش دادم. گفتم درب پاکت رو ببندید. گفتم قربان شما لطف بفرمایید به فرم بندی نگاهی بندازید. گفت ما در جلسه در پاکت ها رو باز میکنیم. گفتم قربان فقط میخواستم مطمئن بشم فرمم رو درست برگرد. هنوز یادم نگاهی به پاکت من انداختید خیلی قطور. پاکت رو برداشت و نگاهی به داخل پاکت انداخت و بسته های اسکناس 200 تومانی چشماشو خیره کرد. گفت اینا چیه؟ گفتم قربان روزی رو خدا میده. من هرچی بخوام از خدا استکاری میگیرم. چیزی که هست تکخوری نمیکنم. اگر قراره چیزی ما ببریم چرا شما نبریم؟ این پیش پرداخته. هر چقدر نون کرد خدا وکیلی 4 من 2 شما. هرچی شد تقدیم میکنم. گفت میدونی این کار خلاف و مجازات هم داره؟ گفتم هیچ خلاف نیست. من از شما چیز خلاف نمیخوام.
نه میگم بهم ارزون بدی نه مجانی. خدایش هر چی میارزه بدید. من شما رو شریک میکنم. یه معامله. سفره است که خدا پهن کرده، یا لبیک میگیده میشین سر سفره، یا اجازه میدید دیگران بخورن حالشو ببره و من و شما نگاه میکنم. هرچی شما بفرمایید، بنده مطیع اوامر سرکارم. گفت باشه، تصمیم میگیری. پاکت رو گذاشت داخل کشوی میزیش. گفتم امری ندارید، با اجازه. بلند شدم از در خارج شدم که گفت صبر کن. کاغذی برداشت و روی اون چیزی نوشت داد به من و گفت شب به این آدرس بیا تا ببینم. نظرمو بهت اعلام کنم. گفتم چشم و از اتاق خوشحال و راضی اومدم بیرون. اگه قبول نمی کردم چی؟ هیچ. حتما قسمت ما نبود. امکان داشت 60,000 تومانم بره، اما من ریسک کردم. البته من گفتن اشتباهه. این فکر کی به سر من انداخت؟ کی؟ خدا. البته که خواسته بود. این روزی رو خودش حواله کرد. آن شب رفتی منزلشون؟ بله که رفتم. خیلی هم عالی شد. نشستیم، خودش اتومبیل‌ها رو قیمت زد و از منم پرسید برات صرف میکنه. البته نواقص و عیوب اتومبیل‌ها رو هم میگفت. خلاص فرم منو پر کرد و گفت اصلا اونهای دیگه رو شرکت نمیدم، مال خودت. برو از حالا به فکر فروشش باش. تشکر کردم و رفتم. بعد از اون مزایده که برای من خیلی بزرگ بود، اسم ما مثل توپ توی بازار ماشین صدا کرد. پس مزایده رو برنده شدید و سود خوبی بود. چه سودی؟ راستی این هم بگم که آقای صداقت سهم از شاکی افته بود 2-4 نخواست. حالا چرا نمید. شاید ترسیده بود، ولی من بهش 60,000 تومان دیگه دادم. دوستی من و صداقت روز به روز بیشتر و بیشتر شد. من دیگه خودم نمایشگاه اتومبیل زده بودم. آقای صداقت هم برای دوستان و آشناهاش مرتب از من اتومبیل نقد اقساط می‌خرید. پورسانتش میگرفت. تا که یه روز بهم گفت اهل خرید از انبار متروکه هستی؟ گفتم چرا نیستم؟ گفت بسیار خوب. پس فردا حتما برو به این آدرسی که بهت میدم. خونه برادرم رئیس انبارهای متروکه است. میخوان حراج بذارن. من تعریف تو رو کردم. برو ببین چی کار میکن. گفتم هرچی خدا بخواد. اگر نونی توش بود شما هم باید بیگ بفرمایید قربان. گفت از بابت تو خیالم جمعه. فقط برادرم رو باید راضی کنی. من همان حرفی رو که روز اول به من زدی بهش گفتم آقای اخلاقی نون رسونه، دهن خوار نیست، هرچی باشه با دوستان میخوره، عقیده خوبی داره، میگه خدا میده ما هم با بنده هاش میخوره. چه درد سر بودم. توکل به خدا رفتم جلو. 200,000 تومان پول ویزمون رو همون شب تقدیم برادر آقای صداقت کرد. اجناس انبارای متروکه رو چنان بالا کشیدم که صدای همه بلند شد. یک معامله شیمیایی رو به صورت حضوری به حراج گذاشتم. مزایده‌چی ها با هم دست به یکی کردم و قیمت رو خیلی بردم بالا. من برای اینکه دهنشون رو برای همیشه ببندم بالای قیمت بازار خریدم. میدونستم ضرر میکنم، اما این ضرر واجب بود. ولی از اونجایی که اوستا کریم هوایی بندشو داشت این کالا کمیاب شد. اصلا ذره‌ایش تو بازار کسی نداشت. این شد که به قیمت خیلی خوبی فروختم. یادم رفت من یه حجره هم تو بازار باز کردم برای این نوکارا. خرید و فروش و تجارت و کالاهای انبارای متروک. یه پخش را انداخته بودم، چه جوری به این کارا میرسیدم خدا بود. اگر خدا نمیخواست که نمیشد. 4 نر تو جاده اقتصاد میتاختم. نماینده که پخش زیادی از کارخانه تولید رو گرفته بود. یک روز یه بنده خدا اومد دفترم، یک کارخانه رب داشت که به خاطر گرفتاری مالی تولیدش رو دستش مونده. تقریبا ورشکست شده.
گفت آقا دستم به دامنه، به داد من برس. تولیدم مونده کف کارخونه. اگر دیرش برسم فاسد میشه، کپک میزنه. دلم برایش سوخت. تمام رباش که تو انبار و فضای کارخونه بود داشت کپک میزد، من براش فروختم. چجوری؟ خیلی ساده. یکی از بچه‌ها رو با وانت فرستادم، 2 تا از بشکه ها رو باز کرد و برد کنار خیابون. 2 ساعت فروخت. بعد 20 تا وانت جور کردی با ظروف پلاستیکی. 2 روز کار تموم شد. بعدش مجبورم کرد، به اتفاق رفتیم کارخونه شو دیدم و از همونجا افتادیم توی تولید و کارخونه رو به قیمت خیلی خوب خریدم. به همین سادگی؟ به همین سادگی هم که نه. رفتم بررسی کردم، دیدم مجوزهای دیگری هم میشه گرفت. چون نمیخواستم فقط در فصل گوجه فرنگی کارخونه فعال باشه، گفتم اگه مال من بشه باید 24 ساعت کار کنم. خلاصه کارخونه رو خریدم و توسعه‌اش دادم، شد مواد غذایی اخلاقی. قوطی میزدیم، کارتون میزدیم، کنسرو میزدیم، کمپوت، شربت، چه. همه فضای اولیه ربسازی ظرفیت تمام این کارخانه رو داشت. خیلی زمین‌های اطرافش رو خریدم و توسعه‌اش دادم. من خسته شدم، میخوام یه قهوه بخورم. شما چیزی میل داری؟ اگه لطف کنید من هم قهوه میخورم. اخلاقی گوشی رو برداشت و سفارش قهوه و بیسکویت داد. بعد گفت شما خسته نشدی؟ خیر، چون فقط جنابالی بود که حرف می‌زدی. خستگی من بعداً خواهد. خانم منشی خودشون یک سینه قهوه همراه با بیسکویت آورد. ابتدا یک پیش دستی با بیسکویت، یک فنجان قهوه جلوی آقای اخلاقی گذاشتن، سپس به من تعارف. من هم که زدم خود را برداشتم. از آقای اخلاقی پرسیدن امری ندارید؟ و ایشان هم گفتن خیر و از اتاق رفتم. من منتظر بودم تا ایشان شروع کنن. وقتی قهوه فنجان تمام شد گفتم راست آقای اخلاقی نفرمودید که ازدواج کردید؟ لبخندی زده گفت اخلاق در خانواده که نمیخوای بنویسی. قرار بود فقط در رابطه کاری صحبت، ولی سوالتان رو به پاسخ نمیذارم. من همون موقع که نمایشگاه اتومبیل زدم با دختر صاحب ملک نمایشگاه ازدواج کردم. 3 پسر 1 دختر دارم که حالا پسرها و دامادان بازوهای کاری هم هستن و هر کدام قسمتایی رو اداره میکنن. راضی شدی؟ خیلی ممنون، فقط میخواستم بدونم. شروع کردیم به صرف قهوه. بعد از تمام شدن قهوه پرسیدم میخوای ادامه بدی؟ البته باید تا 1 ساعت دیگر تمام شد. خیلی کار دارم. فرمودید که کارخانه صنایع غذایی رو توسعه دادید؟ بله. آن سال مکه هم رفتم، زیارت خونه خدا. همونجا از خدا خواستم هوای منو داشته باشه، مواظبم باشه تا زمین نخورم. همونجا در خونه خودش برام یه راه جدید باز کرد. آنجا با یه نفر آشنا و سپس دوست شدم که پست مهمی توی یکی از ارگان‌های دولتی داشت. چه ارگانی؟ نه اسم ایشونو میبرم و نه ارگانی که کار میکنه، هر طور که دوست داره. بله، این حاجی بنده خدا کیف پولشو گم کرده بود. از چند نفر از دوستان و آشناش پول خواسته بود. هیچ کدام یا پول نداشتن یا نمیخواستن بدن. من از قبل میدونستم در کجا کار میکنه و چه پست و مقام مهمی داره. رفتم پیش گفتم نگران نباش، هر مقدار که لازم داری بگی تا تقدیمتون کنم. مبلغ زیادی نخواست. گفتم نه این نمیشه، من فلان مبلغ رو تقدیم میکنم. گفت آخه این مبلغ خیلی زیاده، لازم نمیشه. گفتم پیشتون میمونه، ضرر که نداره. گفت شاید باز هم گم کنم. گفتم فدای موی سرت، هر وقت داشتی میدی، اگر نداشتی هم همین حالا اعلام میکنم حالا از شیر مادر حلاله. دوستی و رابطه ما با همین حرکت که به خواست و اراده خدا بود از همینجا شروع شد. دیگه ما افتادیم توی یک جاده یه طرفه ای که فقط باید میرفتن جلو. دولت میخواست ورود کالایی رو ممنوع کنه. ما قبلا میدونستیم کشتی
از اون کالا وارد میکرد. خلاصه خروج فلان چیز ممنوع میشد، ما میدونستیم. ورود آزاد میشد، ما میدونستیم. همه چی تو دستامون. گرفتن موافقت‌های اصولی، وامای کلان، ساخت و سازهای آنچنانی، بردن مناقصه‌های بزرگ. حالا دیگه بمب هم نمیتونست خدشه به ما وارد کنه. یه چیز جالب براتون بگم. ما هر سال ایام محرم و فاطمیه 2 تا 10 روز عزاداری داریم که هر شب هم برای امام حسین عزیز و بیبی فاطمه زهرا شام مفصلی میدیم. باور کنید شاید هر شب بیش از 2000 تا شام میدیم. از رجال و شخصیت‌های کشوری و لشکری هم افرادی میان. شایع شده بود که هیئت ما حاجت میده. البته نه به دروغ، واقعیت داشت. خب خیلی کارها و مشکلات بود که اونجا به خاطر حضور بعضی شخصیت‌ها حل میشه. چه گره ها که باز میشه. چرا؟ چون خلوص نیت بود. شما میدونید روزخون‌ها چه اشکی از مردم میگرفتن. صدای های های گریه های مردم از صدای روزخون‌ها بلندتر بود. عزیز من، یک قطره اش ریختن برای حسین کافیه تو گناهات بخشیده بشه و مورد شفاعت آقا قرار بگیره. چه رسه به سیلاب و اشکی که از چشمای مردم روان بود. از قدیم گفتن با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هر چه خواهی کن، خدا رو چاق فراموش نکن. پس چون میفهمید دیگران که به جایی نمیرسن و حتی محتاج کیلو قانون هستن، علتش بی‌توجهی به خدا بوده؟ منظورتون چیه؟ نمیفهم چی میگی. ببخشید اخلاقی در جامعه ما کارگر داریم، رفتگر داریم، دستفروش داریم، زباله‌گر داریم، زباله جمع کن داریم، گدا، بیکار، و در برابر هر یه نفر ثروت هزار فقیر و تایی دست وجود داره. اینا طبق فهم شما احتمالاً از خدا غافل بوده و هستن. نه جوان، اتفاقاً وجود این افراد و این تنوع از عدالت خداوند سرچشمه میگیره. بله اینا هم خاص خداست. ببین جانم، همانطور که جامعه به پزشک و مهندس و سرمایه گذار احتیاج داره، به کارگر و نونوا و بقال و دیگر رفاه نیاز. مگر شما میتونید تمام کار رو خودتون انجام بدید؟ خیر، همه ما با تخصص‌ها و مهارت‌هایی که داریم با همدیگه احتیاج داریم. تو همین ساختمون مگه میشه که من هم نگهبان باشم، هم دربان، هم نظافتچی و چه هر کسی با سر خودش باشه. این عدالت خدا. متوجه شما اخلاقی؟ راستی رابطه شما با کارگرانتون چطوره؟ آیا اونا از شما راضی هستن؟ چرا نباشه؟ بیش از 4000 نفر از این تشکیلات دارن نون میخورن. اگر هر خانواده ای رو 3 نفر فرض کنید میشه 12000 نفر نون خور. خب این بده. قبل از اینکه شما سوال کنید من جوابتون میدم. من اجازه نمیدم پیاز کارکنان تو تشکیلات من به قول معروف کونه کنه. همه قراردادی هن. 1 سال قرارداد میبندم. 1 نسخه به کارگر، 1 نسخه اداره کار، 1 نسخه هم پیش خودمون. سر سارم تمام حقوق و مزایاشو میدم و خداحافظ. یعنی شما هر سال نیروی جدید استخدام میکنید؟ مگه میشه؟ خیر، بعد از پایان 1 سال 1 ماه قرارداد نمیبندن. بعد از 1 ماه دوباره قرارداد 1 ساله. خب 1 ماه چی میشه؟ او 1 ماه رو کار میکنن و به جای 30 روز 40 روز حقوق میگیرن. همه هم راضی هن. اتفاقا همه منتظرن قراردادشون تمام بشه تا به دستمزد 40 روزی برسن. اگر کسی نخواست قرارداد جدید بنویسه یا به طور دست جمعی اقدام کنن چی میشه؟ قرارداد همه که از 1 روز معین شروع نمیشه. تو 365 روز پخش شده. چه اقدام دست جمعی؟ من که گفتم همه راضی هن. این قانونیه. شما به قول خودتون هر سال برای بیش از 4000 نفر 1 ماه حق بیمه و سایر مزایا رو پرداخت نمی کنید. شما وکیل بیمه شدید،
خیر، منظورم اینه که با بازرسان اداره کار و بیمه چی میکنی؟ مگه میشه اونا متوجه موضوع نشه؟ چرا؟ اونا میدونن. اولا اداره کار اگر بخواد چوب رای چرخ ما بذاره اصلا کار رو تعطیل میکنه. بهشون گفتم 4000 تا بیکار میمونه رو دستتون. دومه راه دوستانه تری هم هست که ما همیشه از اون راه استفاده میکنیم. بعضی وقتا هم باید سر یه کمی شل کنیم. بسیار عالی. آقای اخلاقی، برای آینده چه برنامه‌ای داری؟ من خودم هیچ برنامه‌ای ندارم. باید ببینم که خدا برام چه نقشه‌ای کشیده. من با توکل به خدا حرکت میکنم. اگر خدا خواست شاید وارد عرصه سیاست بشم. دیدم با حرفاش داره عوام فریبی و خودستایی میکنه. چرت و پرتای عجیب و غریبی میگه که اصلا گوش ندادم تا بالاخره خودش با من خداحافظی کرد. مجله اینترنتی آوای بوف تقدیم می‌کند. فیلمنامه‌ای که بدون سانسور فیلم می شود. این داستان اصلی کتاب به نام خود کتاب، یعنی فیلمنامه‌ای که بدون سانسور فیلم می شود نوشته شده است. این فیلمنامه به علت این که تمام شؤونات اسلامی را در نظر گرفته و خود معرف و مبلغ احکام اسلامی است، باعث گردیده از زیر دست سانسوریچی‌ها و قیچی‌های آنها به سلامت عبور کرده و پروانه نمایش را 100% اخذ نمود. برای اطمینان و صحت ادعای موضوع بهتر است به اصل فیلمنامه نگاهی بیاندازیم. نام فیلم نادر خوششانس. روز، خارج، خیابان. نمای عمومی از شهر و سپس درب یک بانک. نادره که خانمی در حدود 20 ساله است با یک کیف دستی و لباسی کاملا پوشیده از درب بانک بیرون میاد. از خیابان عبور کرده در سمت دیگر کنار خیابان میایستد که ناگهان یک موتورسیکلت با 2 سرنشین در برابر ظاهر شده، کیفش رو به سرعت میقاپند و دور میشن. نادره با جیغ و فریاد دوست کیفم را بردن. یک اتومبیل جلوی پای نادره توقف میکنه. راننده آن که جوانی است 24 ساله به نام نادر را مخاطب قرار میدهد. نادر: خانم بپر بالا میگیرمشون. نادره به سرعت سوار اتومبیل میشود و اتومبیل شروع به حرکت میکنه. روز، خارجی و داخلی. نمای عمومی خیابان و حرکت اتومبیل که به دنبال موتورسوارها و گاهی نیز موتورسواران دیده میشوند که با فاصله جلوی اتومبیل در حال حرکت هستند. سپس داخل اتومبیل. نادر: پول زیادی تو کیفتون بود؟ نه، ای کاش پول بود. من پس فردا عازم دبی هستم. تمام مدارکم، پاس، بلیط، برگای عوارض، کارت ملی و کارت بانک، همه مدارکم تو اون کیف لعنتیه. ازشون پس میگیری. مطمئن باشی. ببینید این گوشی منه. میتونید باهاش فیلم و عکس بگیرید. بله، گوشی خودم هم مثل گوشی شماست. بسیار خوب. فقط وقتی رسیدین بهشون شما ازشون با گوشی فیلم و عکس بگیرید. سعی کنید شماره موتور و مخصوصا کیفتون تو دست اونا به خوبی بیفته. باشه فکر میکنید بهشون میرسیم؟ بله. اونا تا این مسافتی وقتی مطمئن شدن کسی دنبالشون نیست آروم میرن تا نظر کسی رو جلب نکنن. نمای درشت از موتورسواران. حسین راننده موتورسیکلت: حسن کسی دنبالمون نی؟ حسن به عقب نگاه میندازه. نه خیال راحت برو. بس آروم میرین؟ میگم خیلی راحت ازش قاپیدیا. پس چی؟ میخوای بعد اون گدایی شب جمعه یادم بره؟ بابا ای والله. از دید نادر موتورسوار دیده میشه که با فاصله نچندان زیادی جلوی اتومبیل در حرکت. نادر: بفرما خانم، اونهاشن. شما از همین حالا شروع کنید به فیلم گرفتن. زیادم عجله نکنید. اجازه بدید یه قدری نزدیکتر بشین. وقتی فیلم و عکس گرفتن تمام شد محکم بشینید و من هم بگید که کارتون تمام شده. برای چی؟ میخواید چیکار کنید؟ شما کاری به این کارا نداشته باشید.
اونچه که میگم عمل کنید. باید کیفو ازشون بگیرین. نکنه با ماشین میخواد بهشون بزنید. پس فکر میکنی بهشون که رسیدیم میگم لطفا بزنید کنار، او کیفو خواهشان تو رو خدا بدید به ما، اونا میگن چشم اطاعت بفرما. معلومه اینطوری. اون رو به صادق کیفو که نمیدن، اما امکان داره که شما بزنید صدمه ببینن. اگه کیفتون رو میخواین ببخشید باید به این چیزها رو به تنتون بمالید، وگرنه میتونیم از همینجا برگردیم. کیفم رو که میخوام، بهتون گفتم که تمام مدارکم تو اون کیف لعنتیه. پس اگه میخواید محکم بشینید دیگه هم هیچی نگید. خارجی روز. یکی از اتوبان‌های تهران اتومبیل نادر موتورسوارا نزدیک میشه و ناگهان به موتورسوارها میزنه و آنها به شدت به زمین میخورند و نادر به سرعت از اتومبیل پیاده شده، کیف از دست موتورسواری که آن رو به گردن انداخته بود گرفته، سوار اتومبیل میشه و البته داد و هوار حسن حسین به هوا میره که نادر از صحنه تصادف دور میشه. دوربین اتومبیل نادر رو داره که در اتوبان همت در حال حرکت و وارد خروجی پاسداران میشه و در خیابان پاسداران در کنار توقف میکنه. روز داخل اتومبیل نادر پس از توقف گوشیش رو از نادر گرفته، فیلم صحنه تصادف رو نگاه میکنه. خوبه، آفرین، از منم موقع گرفتن کیف فیلم گرفتین. نکنه شما خبرنگارین؟ خیلی خبرنگار نیستم، عکاسم نیست، اصلا خبری از این چیزا ندارم، اما خودم رو خیلی خوب جمع کردم. این صحنه رو هم گرفتم، گفتم شاید به درد بخوره. اتفاقا خیلی هم عالی، بسیار کار قشنگ و زیبا انجام دادی. متشکرم. اما سر اون بدبختا چی میاد؟ قدر تأمل کنید متوجه میشید. با گوشی شماره رو میگیره، سپس الو 110 سلام عرض میکنم، خسته نباشی، من با یه موتوری تو اتوبان حقانه نزدیک خروجی اتوبان همت تصادف کردم. چون اونا دزد و کیف قاب بودن، بعد از اینکه کیفام ازشون گرفتم به سرعت از محل دور شدم. حالا میرم کلانتری پاسداران خودم معرفی میکنم. بله میخواستم به وضعیت اونا رسیدگی بشه، اگر احتیاجی به درمان و چیزی دارن به بیمارستان منتقل شن. بله من شاکی هستم. چشم. گوشی رو قطع میکنه، رو به نادره. خب خیال سرکارالی راحت شد؟ جدی میخوای بری کلانتری؟ چرا نرم؟ باید مسئله از طریق قانونی حل بشه. شما هم که تشریف میاری؟ البته، چرا که نه. نادر شروع به حرکت میکنه و نادر میپرسه ببخشید من هنوز اسم شما رو نمیدونم. من نادر خوششانس هستم. جدی؟ فامیل شما خوششانسه؟ بله، البته بچهای محل به شوخی بهم میگن لوک خوششانس. چه بامزه. منم میتونم از شما رو پرسم؟ منم نادر هستم. جدی میفرمایید یا اسم مستعاره؟ نه به خدا، اسم واقعی من نادره. چه اتفاق جالبی. نادره. روز خارجی خیابان پاسداران، تابلو کلانتری پاسداران و ساختمان کلانتری از بیرون. روز داخلی اتاق رئیس کلانتری. نادر روی دو مبل نشستند و رئیس کلانتری پشت میزش قرار میگیره. رئیس کلانتری: این دفعه کار جالبی نکردی آقای خوششانس. من دعا میکنم که براشون اتفاق بدی نیفتاده باشه. جناب سرم، شما برای 2 تا دوز کیفزن که احتمالا سابقم دارن دعا میکنید. در هر صورت اگه اتفاقی براشون بیفته باید دیه بدی. نادر: خدا کنه همونطور که شما فهمید براشون اتفاق نیفتاده باشه. نادر: پس فرمودید ما باید بریم به کلانتری 7 تیر. بله، باید برید اونجا. منم سفارش رو میکنم. دست شما در نکنه جناب سرم. با اجازه. به اتفاق نادر بلند میشن و پس از خداحافظی از اتاق خارج میشن. روز داخلی اتاق افسر نگرد. نادر و نادره و 2 نفر کیف زن روی صندلی داخل اتاق نشستن. افسر نگرد: خب استعلام شد. شما 2 نفر که کلی سابقه و دزدی و زندان و محکومیت دارید. طفل معصوما آقایون حسن و حسین. حسن: خب جست صفا برفست که تو باشه. این دلیل نمیشه که آقا به قصد کشی و ماشین ما رو زیر بگیره. اولا وسط دعوا نق تعیین نکنید. فرض نیست و شما 2 نفر طبق سوابقی که دارید آدمای خلافکار و شرور و بیرحمی هستید. ولی در مورد این آقا خودشان گفتن که به قصد به شما نزدن. خواستن کیف این خانم از شما بگیرن که با شما برخورد کردن. کاملا اتفاقی. حسین:
خطاب به نادر: قصد نزدی؟ تو به جون کسی که دوست داری، به جون آقا امام حسین قسم بخور که به هم نزدی. سهروان: حالا هرچی، این خانم از شما شکایت داره. حسن: ما از این آقا شکایت داریم؟ نادر: اجازه صحبت به کسی نمیده و واجل. اگر من رضایت بدم شما هم رضایت میدید؟ حسین: اگه شما رضایت بدی خب معلومه ما هم رضایت میدیم. سهروان: شما میخواد رضایت بدید؟ نادره: به چند دلیل بله، البته اگر این 2 نفر تعهد اخلاقی بدن که دیگه دست به دزدی و کیف زنی نکنن. اصلا تعهد میدی خانم؟ تعهد میدیم، اخلاقی تعهد میدیم. سهروان: شما اخلاق تعهد میدید؟ شما تعهد میدید که خلاف نکنید. حسین: بله جان سهروان، ما اگه هیچی نداریم دستم خالیه، اخلاق که داریم قابونش برم. توی مملکت تنها چیزی که امروز پیدا میشه همین اخلاق. قربونت برم. سهروان خطاب به نادر و نادر: راست میگه، کاملا درسته. سپس خطاب به سارقین: خب بنویسید که از این آقا نادر خوششانس هیچ گونه شکایتی نداری. حسین: جان سهروان، اجازه بفرمایید اول این خانم رضایتشو اعلام کنه بعد ما. سهروان: تو بنویس، ایشان هم بنویسن. خانم شما هم بنویسید که هیچ گونه شکایت از این 2 نفر ندارید. چشم جناب سهروان. سهروان از پشت میزش بلند شد و از اتاق خارج میشه. روز داخلی. ابتدا راهرو کلانتری و در اتاق رئیس کلانتری و سپس اتاق رئیس. سهروان چند ضربه به در میکوبه و سپس وارد میشه. رئیس پشت میز قرار داره و سهروان پس از ادای احترام: جناب سهروان، خانم کیفش را قاب زده بودند و از شکایتش منصرف شد و اعلام رضایت داد. دزدها هم از کسی که بهشون زده بود اعلام رضایت کردن. چرا شاکی از دزدها شکایتشو پس گرفت؟ گویا گرفتار هستن، ببخشید، و وقت رفتن به دادگاه ندارن، مثل اینکه مسافر هستن و میخوان به خارج از کشور برن. مانعی نداره. شما پرونده کامل کنید، فردا با سارقین بفرستید دادسرا. این خانم آقا میتونن بره. داخلی اتاق افسر نگهبان. روز: حسن: این که تمام شد و ما هم به دنبال تو نیستیم آقای خوششانس، ولی تو هم سعی کنید هیچ وقت دیگه چشم ما به جمالت روشن نشه که تیکه بزرگت گوشت حاجی. ناده: به به، اخلاقی که میگفتی همین بود؟ حسن: خانم ما که گفتیم دنبالش نمیگردیم، برای همین باید یه نون بخوره و 100 تا نون بده به گدا، اما اگه دستم بهت برسه آقای خوششانس. ناده: هیچ کاری نمیتونی بکنه، شما خودتون ناراحت نکنید خانم، کسی از این ترسوها نمیترسه. حسین: اگر تعهد اخلاقی نداده بودی همینجا حالت میگرفتم. سرمان وارد میشه. سروان: همونطور که گفتم نوشتید؟ حسین: ولی جا سروان، ولی باور کنید اینجور رضایت دادن برای ما خیلی سخت بوده. سروان کاغذها رو مطالعه میکنه. بسیار خوب خانم، شما این آقا میتونید تشریف ببرید. حسین: ما چی جان سروان؟ شما میید بازداشتگاه تا فردا بریم دادسرا. آره جان سروان، خانم که رضایت دادن، ما که شاکی نداریم. بله خانم رضایت دادن، خانم به عنوان شاکی خصوصی رضایت دادن، اما قانون که از حق خودش نمیگذره. شما جرم مرتکب شده، قاضی باید درباره شما تصمیم بگیره. نادر بلند میشن از اتاق خارج میشن. نادر: با ما که امری نداره. خیر میتونید برید. آنها از اتاق خارج میشن. غروب آفتاب خارجی. در خیابان تهران اتومبیل نادر پس از طی مسافتی در منطقه تهران پارس یا نارمک جلوی ساختمان 5 طبقه توقف میکنه و نادره در حال پیاده شدن. نادره: پس من دیگه به آژانس یا اسنپ زنگ نمیزنم، به همین شماره که دادید زنگ میزنم و مزاحم شما میشم. مراهم هستید؟ خوشحال میشم. آقا نادر پس حواست باشه، برگشتم از فرودگاه بهت زنگ میزنم که با شما برگردم خونه. دیگه خیلی خیلی خوشحال میشم. پس شماره حسابتون رو بدید که کرایه رو پرداخت کنم. نه دیگه، مثل این که میخواید حالمو بگیرید. اگه شماره حسابتون ندید اصلا بهتون زنگ نمیزنم. از کجا میدونید که من حساب بانکی دارم؟
من چه به حساب بانکی به خدا اگه ندید بهتون زنگ نمیزنم، خاطر جمع باشید. آخه بیا خدا نگهدار. چرا به این زودی قهر میکنید؟ بفرمایید یادداشت اینم شماره حساب. شب خارجی. بیرون فرودگاه امام نادر پشت فرمان اتومبیل نشسته و از دید نادر مشاهده می شود که با یک چرخ که 2 چمدان روی آن است از درب فرودگاه بیرون میاد. نادر بلافاصله از اتومبیل پیاده می شود و خودش را به نادره رسانده. پس از سلام علیک چرخ را تا ماشین هل میدن و سپس چمدانها را داخل اتومبیل قرار داده هر دو سوار اتومبیل میشن و شروع به حرکت میکنن. شب خارجی و داخل اتومبیل. شما چقدر به حساب من پول ریختید؟ یادم نیست، ولی من میدونم. چرا اینقدر شارژ کردید؟ اصلا پولی که شما ریختید به حسابم نمیدونم بابت چیه. کرایه شما بابت آن روز سرقت که اسیر من شدید، کرایه رفتن به فرودگاه و کرایه امروز. خب اینها چقدر میشه؟ خیلی که من بی انصاف باشم میشه 500 تومن. به 1 میلیون چه ربطی داره؟ مثل این که ماشین شما بابت تصادفی که موتور کرد خسارت دید. بله آخه چیزیش نشد، شما زیادی پول به حساب من ریختی. لطفاً بحث رو تمام کنید. اگر اون روز شما کیف منو پس نگرفته بودید چندین برابر این مقداری که شما دارید بحث میکنید من باید خسارت میدادم. ولی من نه به خاطر پول و جایزه این کارو کردم، وظیفه‌ام بود. میدونم. من شما رو همون روز شناختم. مزد واقعی شما که چندین برابر مقدار ناقابل بود. پس بعد از این لابد با من دیگه کاری ندارید. مزدم را پرداخت کردید، باید بگم خداحافظ. چرا؟ اگر قبول کنید اتفاقا خیلی باهاتون کار دارم. در آینده بیشتر شما رو خواهم دید. از این بابت بی‌نهایت خوشحال میشم. اتومبیل جلوی منزل نادره توقف میکنه و نادر چمدانها را آورده و کنار درب ساختمون میذاره. نادره با کلید در را باز میکنه، اما مفرا هم زده. سپس صحبت میکنه. مامان مهمان داریم بیایم بالا. مرد یا زن؟ همون آقا نادری که براتون تعریف کردن. نه نادر خانم مزاحم نمیشم، فقط اجازه فرمایید چمدان‌ها رو براتون بیارم بالا. چه مزاحمتی؟ باید با یه فنجان چای خستگیمون رو در کنیم. آخه درست نیست. چی درست نیست؟ این که من فقط میخوام با یک فنجان چای از شما پذیرایی کنم؟ اختیار دارید، اثرمون هم زیاده. نادر و نادره چمدان‌ها رو با آسانسور به پشت در آپارتمان آورده. نادره زنگ در آپارتمان رو میزنه و پس از چند لحظه خانمی با مقنعه و چادر در حالی که صورت خود را پوشونده جلوی در ظاهر میشه. نادره پس از سلام علیک و روبوسی با مادر نادر را معرفی میکنه. این همون آقایی است که خیلی صحبتش را میکردن. نادر خان. سلام مادر. میبخشید که مزاحم شدم. سلام پسرم، اختیار دارید، منزل خودتونه، بفرمایید. شب داخلی. با گردش دوربین در داخل آپارتمان منزل نادر به خوبی مشاهده میشه. نادر روبروی مادر روی مبلی نشسته و نادر در حال آوردن چای میره و چای تعارف میکنه. عزیز جان، حالا که دیگه بهانه بار و بندی رو نداری لطفاً چادرتو سرت کن. حتما مادر. پس از گذاشتن استکان‌های چای چند لحظه از اتاق بیرون میره و سپس با چادری که به سر کرده برمیگرده و کنار مادر میشه. شب خارجی داخل اتومبیل نادر پشت فرمان در حال حرکت بسیار شادمان و خوشحال به نظر است. با خود میخونه عجب شبی بود. خیلی قشنگ. شب خارجی. رستورانی کنار رودخانه در اوشان. نادر روی تخت کنار رودخانه نشستند و سفره جلوی آنها پهن و سرویس غذاخوری در سفره چیده شده و صدای شرشر آب به گوش میرسه. نادر خطاب به نادر. فکر میکنی چند وقت از آشنایی ما میگذره؟ دقیقاً 7 ماه و 11 روز. آفرین چه دقیق. حالا راستی حساب کردی یا همینجوری گفتی؟ یه عددی پروندی؟ نه دقیقاً از روزی که شما رو جلوی بانک سوار کردم تا امروز 7 ماه و 11 روز میگذره. چطوری اینقدر دقیق این تاریخ رو یاد داری؟ آخه اون روز آشنایی تو خاطرم حک شده بود. مونده برام. یعنی من برات اینقدر مهم شدم؟ مهم شدی؟ نمیدونی، ولی اینو میدونم که هر شب تو خواب با منی، اما صبح که میشه دوست دارم صبح رو هم با شما شروع کنم و روزم هم با شما سپری بشه. همیشه ممکن نیست متاسفم. نادر
خنده کوتاهی میکنه، با غرور شادمان میپرسه نکن آقا نادر عاشق شدی؟ عاشق؟ نمیدونم، چون من تا حالا عاشق نشدم، نمیدونم عشق و عاشقی چه حالتی داره، اما اینو میدونم که وقت دستم به مانتو شما میخوره تمام وجودم از درون گور میگیره، یه آتیشی به جونم میافته، میسوزم و خاکستر میشه، خیلی لذت بخشه. بله آقا نادر درست فهمیدن، عاشق شدی. عشق همینه، میسوزونه، آتیش میزنه، آدمو خاکستر میکنه. پس اگه همینه، آره عاشق شدم، دوست دارم خاکستر بشم، دوست دارم پای این عشق بمیرم و جونمو فدا کنم. شما این حالتا رو نداری؟ نمیدونم، منم عجیب به شما عادت کردم، منم مثل شما دوست دارم تمام روزو با شما سپری کنم. فکر میکنم منم شما رو دوست دارم. خارجی شب، رستورانی که نادر در فضای باز آن در پشت یک میز برای صرف شام نشستن. من دیگه صبرم تمام شد نادر خانم، با اجازه شما هفته دیگه با مادرم میام خواستگاری. چرا با این عجله؟ عجله؟ کدوم عجله؟ الان چند ماه از آشناییمون میگذره دیگه، هرچی که با در مورد هم بدونیم میدونیم، هرچی هم که در مورد هم میخواستیم فهمیدیم دیگه، ناگفته ها و ناشنیده این نمونده دیگه. چرا نادر؟ ما از گذشته هم چیزی نمیدونیم. میدونیم؟ چی میخوام بدونیم؟ گذشته که گذشته نادر خانم، به گذشته کاری نداریم، آینده هم که با هم میستازیم، پس در مورد اون هم با هم بعداً صحبت میکنیم. میمونه حال به ما ربط داره. اگر مشکل تو این روزا میبینید بگید تو خدا. امروز که به قول فرنگی ها اوکیه. شما انسان بسیار شریف و مهربانی هستید، یک انسان واقعی دوست داشتنی، اما همین شما آیا در گذشته هم همینطوری بودی؟ هیچ نقطه سیاه و تاریکی تو زندگیتون نبوده؟ اولا من که همیشه همین بودم، من هیچ خلاف مرتکب نشدم، به قول معروف گذشتم پاکه. در مورد خانواده‌ام اگر میخواد چیزی بدونید کنجکاوی کنید، همه اون چیزی که گفته بودی گفتم بهتون. بازم حرفی هست؟ نادر جان تو از گذشته من چی میدونی؟ چند بار بگم من گذشته تو کاری ندارم. اگه بخوام از اون مطلع بشم، گذشته مال خودته. اگه باعث افتخارت بوده که با اون افتخار میکنه، اگرم خدای نکرده باعث خجالتت بوده عذاب وجدانت میشه، باز به من ربطی نداره. من امروز رو میبینم تعهدی که به هم دیگه داریم نمیشه ناده. اجازه بده من قدری فکر کنم، عجله نکن، فعلا که با همین. آخه من میخوام هر چه زودتر مال هم بشیم، میخوام شب با تو بس در برم، صبح با تو از خواب بیدار شم، میخوام صدای صبح بخیر گفتن رو هر صبح وقت چشمام باز میکنم از زبان تو بشنوم. باشه اما اجازه بده من قد فکر کنم. بهت میگم شب داخل اتومبیل نادر در حال حرکت تو خیابان تهران، نادر نیز تو اتومبیل دیده میشه. خب میگفتی من گذشته خوبی ندارم عزیزم، چند باید بگم که من گذشته‌ات کار ندارم، من در حال زندگی میکنم، امروز رو میبینم. درسته، اما من میترسم. از چی میترسی؟ نکن پای من دیگه در میونه، کسی دیگه رو دوست داری؟ نه نادر، من میترسم اگر از گذشته من با خبر بشی، پشیمون بشی، ناراحت بشی. این حرفا چی که میزنی؟ بالاتر از سیاهی که رنگینه. اگه فرض کنیم گذشته تو خیلی سیاه و ظلمانه بوده، من امروز تو میبینم که مثل خورشید میدرخشی. چقدر باید حرفو تکرار کنم؟ پس تو اصلا با گذشته من کار نداری؟ نه چند دفعه بگم؟ میخواد تا فردا صبح بگم نه؟ بسیار خوب، حالا که طوره من حرفی ندارم. شب داخلی یک رستوران شلوغ که نادر و نادره پشت یک میز نشستن. گارسون سرویس غذاخوری رو براشون آورده، روی میز میذاره که نادر گارسون رو کنار میکشه، چیزی به اون میگه و سپس در جایش نشسته و به نادره نگاه میکنه و گاهی لبخندی از روی شادی رو لباش نقش می‌بنده. گارسون پس از مدت کوتاهی غذا رو آورده و 2 شمعدان رو با 2 شمع بلند و روشن روی میز میذاره. وای خدای من، این چه کاری بود کردی؟ نادر با صدای بلند اطراف میشه. من راست میگی، کار جالبی نبود، چون تو مثل ماه همه جا روشن کردی، دیگه شمع نقشی در برابر نورافشانی تو نداره. ای وای پسر، مگه تو دیوونه شدی؟ یواش حرف بزن، همه میشنون.
با صدای بلند. آره دیوونه شدم، میخوام داد بزنم و هم بفهمم. و با صدای بلندتر: آهای مردم، من دیوونه شدم، دیوونه این خانم، من عاشقشم. بابا جماعت دوستش دارم. داری خراب میکنی نادر. از خجالت خیس آب شدم. چرا؟ چون من دوست دارم. در برابر نادر زانو میزنه و از جیبش یک جعبه انگشتری درآورده جلوی نادر باز میکنه با صدای بلند: سرکار خانم، من عاجزانه از شما تقاضا میکنم بنده را به همسری خود انتخاب کنید. در کنار میز اونا 3 دختر جوان و 3 مرد نشستن. یکی از دختران با صدای بلند: واه واه واه، چه اداها، مثل فیلم‌های ترکی. مرد مقابل: اوه این زنه رو من میشناسم، چه خانومیه، به به. زن دیگه: راست میگه زنه. مرد که خلوچله، این اداها یعنی چه؟ این کار فقط کاری آدم خلوچ چیپه. نادره: خطاب بزن، ادب داشته باش، بی ادب. این چه طرز حرف زدنه؟ خجالت هم خوب چیزیه. مرد: راست میگی؟ خانم فرشته با نزاکت، راستی ادب باید از کجا یاد گرفت؟ مدرسه یا بارهای دبی یا تو هتل ها؟ نادر از جاش بلند شد و به طرف میز اونها میره. ببخشید حضرت آقا، چرا با این خانم بسیار محترم اینجوری حرف میزنید؟ این درست نیست. من حال خوبی دارم و نمیخوام این حال از دست بدم، اما شما دارید تخم خشونت میکارید. مرد بلند میشه: عمو منم نمیخوام حال خوش شما رو خراب کنم. چشم، تو اگه تو گوش منم بزنی من سرم بلند نمیکنم رفیق. شما که اینقدر انسان شریفی هستید، پس چرا اینجوری حرف میزنید؟ این خانم یه چیزی گفت که باید جواب میگیره. ببخشید داداش فضولی میکنم. شما این زن رو چقدر میشناسید؟ اولا خواهش میکنم مواظب حرف زنتون باشین. این زنه نه و این خانم. ببخشید این خانم. شرمنده داداش. نادره با ناراحتی دست نادر گرفت و به دنبال خودش میکشید. بیا بریم نادر، بیا از اینجا بریم. مرد: بفرما. خانم با ادب داره فرار میکنه. آقا میدونی ایشون تو دوی کاسب بوده؟ بله اونجا کار میکرده. بیا بریم نادر. با زور سعی میکنه نادر رو با خودش ببره. مرد: چه کاری داداش؟ نادر در حالی که به اتفاق نادر از من فاصله میگیره: کاسبی دیگه، چه میدونم، تجارت. مرد: بله کاسبی. تجارتشون هم پر رونق بوده. اگه نمیدونی بدون. کار ایشون اگر مؤدبانه بخوام بگم که به شاور نخوره، تن فروشی بود. روز خارجی بیابان. نادر و نادری کنار درختی در جوار جویباری با فاصله نشستن. نادره در حالی که سرش به زیر است و با آرامی میگه: من همین که گاه گداری هم دیگر رو میدیدیم و با هم گاهی شام میخوردیم راضی بودم. تو خرابش کردی نادر. تو من خرابش کردم؟ بله. کی من به تو تمایل ازدواج نشان دادم؟ من اصلا به فکر ازدواج نبودم عزیز جان. خب من عاشق شدم، چی کار میکردم؟ تو بگو، من بگم؟ من که چندی بار بهت گفتم فکر ازدواج از سرت بیرون کن. من که مرتب میگفتم گذشته خوبی نداره. این تو بودی که میگفتی من با گذشتت کاری ندارم. گذشته. البته اما نمیدونستم چنین عقبه‌ای در پشت سرته. حالا که فهمیدی بگذار برو. میخوای چی کار کنی؟ منو شکنجه کنی؟ به همین راتی بذارم برم؟ شاید برای تو آسون باشه که همه چی رو فراموش کنی، اما من نمیتونم. لعنتی. برای منم آسون نیست نادر. منم برای اولین بار عاشق شده بودم. برای همین گفتم بیایی تو یه راه حل پیدا کنی. چه راه حلی؟ والا مرتب با خودم که انجام میرم. نمیگم لعنتی. گذشته رو که تو نمیخواستی بدونی حالا چی شده؟ خب فهمیدی که چی؟ مگه نمیگفتی گذشته من ربطی نداره؟ اما الان معلوم شد که خیلی هم مربوطه. نه بازم به این رسیدم که اصلا به من چه ربطی داره. فقط یک مشکل پیدا شده اینه که وقتی با هم جایی میریم و تو در کنار من هستی، باز امکان داره که فرد تو رو بشناسه. بله این امکان هست. اگر تو قبول کنی که چادر سرت کنی رو بند اندازی، یعنی حجاب کامل، مسئله حل میشه و دیگه کسی نمیتونه تو رو ببینه و شناسایی کنه. بر فرض که قبول کردم. خب میبینه عزیزم،
اسلام مرتب میگه حجاب چه نقش مهمی داره؟ هر چقدر کاملتر بهتر. وقتی شما روی خودت از دیگران پوشونی، دیگه کسی نمیتونه تو رو ببینه و بشناسه. تو پوشش اسلامی شما میتونی همه کاری بکنی، حتی با خودت بمب هم کنی و اعمال تروریستی انجام بدی. میتونی مواد مخدر جابجا کنی، میتونی خیلی کارا بکنی. با روبند راحت توی مردم بری. من نفهمیدم اینا از محسنات حجاب بود یا از ایراداتش. نه به خدا، حجاب که ایرادی نداره، از محسنات حجابه. اینا رو گفتم که ناراحت نشه، فکر نکنی چیز بدی. خب با روبند مشکل تو حل میشه. یه چیز دیگه هم هست، اونم اینه که باید آبتوبه روی سرت بریزم. پس تو بازم به من شک داری، یعنی نمیتونی گذشته منو کامل فراموش کنی. گذشته من اذیتت میکنه. آبتوبه یعنی چی؟ اگه اعتماد داری که مسئله حل، اگرم نداری با آبتوبه و اونجور چیزا چیزی عوض نمیشه. چرا؟ ولی یه کار شرعیه. تمام شد که خدای مسلمان واقعی هستی، پس نباید از اعمال دینت ناراحت بشه. خب دیگه چی؟ نادر بلند میشه و آستین مانتو نادر رو گرفته، او رو هم از زمین بلند میکنه. دیگه هیچی، رفتیم سر جای اولم. تو برای من همون نادره و همون نادر خانم میشی، همون نادر روز اول، منم همون نادر. صورتهایشان برای بوستن به هم نزدیک میشود که دوربین دو پرنده کوچک رو نشان میده که از زمین بلند شده و به آسمان پرواز میکنه. شب داخلی. نادر و نادره در یک رستوران جلوی پنجره‌ای که رو به باغ نشستن. غذایشان تمام شده، به درختان باغ نگاه میکنن که حالت زمستان داره. البته نادره با روبند است، مثل اینکه زمستان سردی در پیش داره. هم سرمایه هستی نادر؟ بودم، اما از وقتی با تو هستم دیگه سرما رو احساس نمیکنم. همیشه گرمم. بازم از این حرفا زدی؟ اینجا کسی نیست برای خودمون هم سفره دلمون باز نکنیم. آخه باید بعد از 8 ماه آتیشت کمی سرد شده باشه. خاطر جمع باش. من تا وقتی که تو در کنارم هستی یک کوری داغ پر از آتیشم. اصلا یک کوه آتش فشانم. بلند شو بریم که دیر شد. صبح داخل آپارتمان نادره دوربین حرکت میکنه. عکسای ازدواج نادر و نادره روی دیوار دیده میشه که عروس چادر رو روبند داره. پس از گردش در اتاق پذیرایی به طرف اتاق خواب میرن. روی تخت 2 نفر خوابیدن. چون دوربین از پایین تخت تصویر میگیره صورت آنها دیده نمیشه. صدای زنگ ساعت پخش میشه و با صدای زنگ و گردش دوربین ساعتی که روی کابینت آشپزخانه است دیده میشه. ساعت 6 صبح نشون میده. با برگشت دوربین به اتاق خواب ابتدا 2 پای نادر که از تخت آویزونه و سپس نادر مشاهده میشه که روی تخت نشسته و خمیازه میشه. تا اول حمام میکنی یا من برم؟ تو برو، من هنوز گیج خوابم. پس از رفتن نادر به حمام، نادر از خواب بلند میشه. در حالی که چادری به سر و روبندی به صورت داره به طرف آشپزخانه میره و سوال صبحانه رو چیده چای دم میکنه. نادر از حمام بیرون میاد و به طرف آشپزخانه و نادر میره و خطاب به نادر میگه صبحکم الله بالخیر، صبحکم الله بالخیر و العافیه. میگم با این حجاب تو آدم یاد شعر حجاب ایرج میرزا میافته. وا خاک عالم، اون کتاب ممنوعه و ضاله است که برای چی؟ برای اینکه حرفای رکیک و بد توی زیاد داره. اگر دست بچه ها بیفته میدونی چی میشه؟ خب اگه اینطور باشه همین رساله ها و حلیت المتقین مجلسی هم حرفای بدجور زیاد زده که اگه دست بچه ها بیفته نمیدونم چی میشه. فکر نمی کنم این کتاب ها که تو میگی چیزی بدی توش نوشته شده باشه. نه، اما درباره چیزهای بد برای بچه ها خیلی مطلب داره. مثل زنهای شما مزرعه شما هستند و از هر طرف که بخواهید میتوانید کشت کنید، یا با بچه شیر خارجی گونه نزدیکی کنید که اشکال نداشته باشه، و یا مسئله افضاء. خب وقتی بچه این مطلب رو بخونه و از پدرش سوال کنه بابا افضاء یعنی چی؟ اصلا کشتزار یعنی چی؟ نزدیکی با بچه شیر خارجی معنی داره؟ خب پدر بیچاره چی باید بگه؟ خیلی خوب لباسات بپوش. اگه بخوای اینجا بایستی و یک بند حرف بزنی دیرمون میشه. روز داخلی. بیمارستان، بخش زایمان. دوربین از راهرو بیمارستان حرکت میکنه تا داخل اتاق نادره رو نشون میده و در اتاقی که
نادر روی تخت با چادر روبندش نشسته و مادر و نادر در کنار ایستادند و نادر خطاب به مادر همیشه آرزو می‌کردم خدا اگه بخواد بهم بچه بده یه دختر بهم بده مثل نادره، درست شکل خودش. خدا رو شکر که دعا مستجاب شد. حالا از کجا معلوم که شکل من بشه؟ شاید شکل خودت شد. خدا نکنه اون وقت دخترم. فعلا که من 50% خواستم رسیدم. انشالله که به تمامی خواسته‌هات برسی پسرم. خیلی ممنون مادر. نگفتن که مرخصی؟ چرا؟ من باید اول برم حسابداری تا من هزینه پرداخت میکنم، تو و مادرم برید دم در بیمارستان. منم پس از پرداخت بچه رو تحویل میگیرم و میام. راستی که بچه شیر خورده؟ بله تازه به شیر دادم. خیلی خوب. نادر از داغ بیرون میره. مادر جون حالا که نادر رفته اون روبنده رو بردار، به خدا دلم گرفت. نه مادر، مگه به خاطر نادر روبنده میزنم؟ یه نفر وارد اتاق بشه. خب فال مینداز رو صورتت. نه مادر، حجاب تعطیل بردار نیست. شل کن و صف کن نداره. به جای این حرفا بیا کارامونو بکنیم. خارجی روز. جلوی در بیمارستان مادر و نادر مشاهده میشن که با دیدن اتومبیل نادر به طرف اونها میرن، در کنار اتومبیل میستن. نادر مشاهده میشه که با یک ساک بچه از در بیمارستان خارج شده به طرف اونها میره. مادر با دیدن بچه درون ساک از پوشش بچه تعجب کرده. خطاب مادر: وا خاک عالم، این بچه رو چه اینطوری کردی نادر خان؟ از دید مادر بچه مشاهده میشه که چادر روبند داره. خب مگه دختر نیست؟ چرا هست؟ این کارا یعنی چی؟ بابا اگه حجابم واجب باشه از 9 سالگی به بعد برای دختر واجب میشه. نه خیر، از 9 سالگی تکلیف بهش واجب میشه. حجاب زمان نداره. دختر باید از وقتی که راه میفته با حجاب باشه که چشم نامحرم به بدنش نیفته. خدا به درد بیامرز از وقتی که راه افتاد نه بچه شیرخور و نوزاد. مادر از مرحله خیلی پردی. این مال زمان بود که مردم نمیدونستن با بچه شیرخوارم میشه نزدیک کرد. حالا دیگه باید از شیرخواری مواظب بچه بود تو اجازه نه بدون حجاب بیرون بره. من که از این چیزایی چی نمیفهمم. باشه بعدا میفهم. بریم که وقت نداره. سوار اتومبیل میشه. روز داخل منزل نادر در وسط اتاق نشسته و 6 دختر بچه قد و نیم قد با چادر و مقنعه و روبند در حال بازی کردن وابسته. دورو میکردند و هر کدام با بالشتی به سر نادر میزنند و قاه قاه میخندند. در باز میشه و نادره به اتفاق مادرش با یک بچه شیرخواره که چادر روبند داره وارد میشه. پس السلام علیک، خیلی دیر کردیم. باید ترخیص میشد. پولم کم آوردیم، با 1000 بدبختی و خواهش تمنا بالاخره 2 تا از علنگوهامو گرو گذاشتم که تا فردا پولشونو بدیم. دست شما در نکنه مادر، خیلی زحمت کشید. شرمنده، دشمن شرمنده باشه. اتفاقا خیلی خوب شد که شما نیامدید، چون من هرگز نمیتونستم از پس این نیم وجبی ها بر بیام. اینم خانم تو، اینم 7مین دختر نوزاده. تحویل بگیر که من طاقت ندارم حتی یک لحظه اینجا مونم. مادر از در خارج میشه و دختر بچه‌ها باز شروع به بازی قبلی خود میکنن که تیتر پایان روی عکس نادر و بچه‌ها ظاهر میشه. 1398 مجله اینترنتی آوای بوف تقدیم می‌کند. در صفحه حوادث روزنامه خبری بود راجع به این که یک کارتون خواب یک کیف پر از تراول پیدا کرده بود و از طریق تلفن با صاحب کیف تماس گرفته و کیف به صاحبش تحویل داد. خیلی دوست داشتم این ابرمرد رو پیدا کنم و باهاش صحبتی داشته باشم. بالاخره او رو که اکنون سرایدار آپارتمانش تو بود یافتم و به دیدارش رفتم. پیرمرد بود در حدود 75-6 ساله. موهای سرش ریخته بود. چند تار موی هم که مانده بود سفید مانند ریشش که مثل برف شده بود. هوا سرد بود و 2 تا کت کهنه و بیریخ روی هم پوشیده بود. بعد از سلام و پرسی بهش گفتم میتونیم قدری با هم صحبت کنیم؟ گفت ماجرای کیفو میخوای بدونی؟ گفتم اون داستان رو تو روزنامه خوندم، میخوام از خودت برام بگی، از دوران کودکی، از زندگی پرنشیبه. گفت داستان زندگی ما که به درد کسی نمیخوره، چه فرازی، همش سرازیری بوده. حالا تو به کجا خدا میدونه.
حتما تا ته جهنم. گفتم در هر صورت از خودت بگو، از خانواده، از پدر و مادرت. اینجا که نمیشه، بیا بریم توی اتاق، من یه چای داغ باید بدم با هم بخوریم و برات تعریف کنم. البته یک کسی کاری با آن نداشته باشه در خدمتم. با هم به اتاق تو پارکینگ رفتیم. یک اتاق کوچک با یک موکت کثیف و یک دست رخت خواب که وسط اتاق پهن بود و یک گاز پیکنیکی روشن. کیروش یک کتری و یک قوره داشت و یک سینی ملامین کثیف با 2 استکان و یه قندون که از کسی که نمیشد نگاهشون کرد، چه برسه که بخواه از اونا استفاده کنه. در هر صورت کنار دیوار جلوی گاز نشستم و اون نیز روبروی من نشست. پرسید چای میل داری؟ گفتم نه، من زیاد چای خور نیستم. باشه، برای خودم بریز. خب چی باید تعریف کنم؟ چی رو میخوایی بدونی؟ از زندگی بگو، از کودکیت، از پدرت، از مادرت، خانوادت. چی شد که کارتون خواب شد؟ جونم برات بگه وقتی تو دامان پارپورو و وصل خورده مادرم چشم باز کردم، همون دامنی که فقر پارش کرده بود و بهش وصلهای ناجور زده بود، خواستم از پستان مادرم شیری که برام حواله شده بود بمکم. معلوم شد فقر چنان شیری مادرم مکیده که دیگه شیر برای من نداشته بود. ما تو ده خوشنشین بودیم، یعنی املاک و ملکی نداشتیم. پدرم هر کاری میکرد، البته شما تصور کنید ده چقدر کار میتونه باشه که پدر من با درآمدش بتونه 1 سال زندگیشو تامین کنه. اونم دهات ویران خراب شده 70 سال پیش. این شد که وقتی خواهرم به دنیا اومد از ده کوچ کردیم و اومدیم تهران با دست خالی. اومدیم اطراف چلمگسی. اونجا چند روز تو کپر یه حمله لایتی به اونجا داد تا اینکه بالاخره پدرم با حلوای روغنی که جمع کرد یه آلونک برامون درست کرد. مادرم که تو ده وقت درو کارش خوشچینی بود، حالا میرفت که من و خواهرم تنها تو آلونک گرسنه میموندیم تا مادرم بیاد و چندر قاطی گرفته بود شکم ما رو سیر. بیچاره مادرت کشید. این سگای ولگرد بی‌صاحب هم زندگی برای ما نداشت. چرا؟ من شنیدم کسانی که ببخشید گدایی میکنن درآمد خوبی دارن. من اینو نمیدونم، اما شما خودتون بگید. مادر من که جایی رو بلد نبود بره. در محله ما چه کف دست یک گدا میذارن که وضعشو خوب کنن. والا مردم محله ما چیزی از ما سر نبودن که بخوان به دیگری کمک کنن. بله فهمیدم. خب پدرتون چی؟ مگه ایشون کار نمیکردن؟ چرا؟ پدرم از صبح که از خونه که نه، از لونه میزد بیرون، هوا که تاریک میشد بیومد تو آلونک و هر کاری که بهش میدون انجام بود. حمالی، باربری، عملی، خالی کردن 4 توالت، هر کاری که میتونه رد نمیکرد. اما مگه مازش چقدر بود؟ هر روزم که کار نبود، 1 روز کار میکرد، 10 روز بیکار. هر وقتم که کارش گیر نمیومد با دست خالی برمیگشت. از مادر بیچاره بهونه میگرفت و مینداخت زیر مشت طرف. دق و دلیش سر مادرم خالی میکرد. یک بار سر این که چرا از گدایی دست خالی برگشته کتک مفصل مادرم زد که حتی نتونه چند روز از آلونک بیرون.
بیچاره هرچی داد میزد. خب چی کار کنم؟ کسی چیزی کف دستم نذاشت. مشتای محکمتری میخوام. شما چه کسی مقصر میدونی؟ باز این همه بدبخت شما کیه؟ یک شخص بدجنس و بدذات به نام فقر. نمیدونم، شاید یک اجداد ما ملک و املاکی داشته و به کلک و به زور از دستش در آورده یا سر قمار باخت. آخه نمیشه که آدم جد در جد فقیر باشه. چیز دیگه به فکرم نمیرسه. به خدا که مربوط نمیشه. خدا؟ نمیدونم. ولی بارا با خودم فکر کردم، گفتم خدایا چی میشد اگه من خونه‌ای به دنیا میمدم که پدرم یه معلم یا کارمند ساده و یه بقالی چقال یه چیز دیگه بود. آخه من تاون چه کسی دارم پس میدم؟ دیدم در آرزوها هم قناعت میکنه و نمیگه پدرم چرا وزیر و وکیل و شاه و دکتر ارباب نبود. مثل اینکه حسابی با خدا نداره و اصلا طرفکار که نیست. هنوز هم خودشو بده کار میده. تا اینجا که دلیل فقر و تایی دستیش مشخص شد. خودش نقشی تو فقر و بینوایش نداشت. با فقر زاده شد و با اون نیز میمیر. اما به قول دوست ثروتمند اون از خدا نمیشه. حتما خواسته او بوده که چنین باشه. حتما حکمتی داره. پرسیدم پدر خودت از کی مشغول کار شدی؟ از 7 سالگی مادرم ما رو برد توی دکان دوچرخه سازی و گفت اوستا این پسر من امانت دسته. هر شب خودم میام میبرمش و موزش میگیرم. دوچرخه ساز گفت این خیلی بچه و ریغوه. مادرم گفت به جسش نگاه نکن، خیلی زرنگ حرف گوش کن. چه درد سر ما یک ماه اونجا کار کردیم، روزی 1 تومن مزد میگرفتیم که یه شب یه مردی اومد دم آلونک به مادرم گفت پسر در دکان دوچرخه سازی دیدم، چقدر مزد میگیره؟ مادرم گفت روزی 1 تومن. اون مرد گفت من روزی 3 تومن بهش میدم، بذار برای من کار کن. مادرم گفت چه کاری؟ مرد گفت کار خلافی نیست، برای آینده خودش هم خوبه، راه و رسم پول در آوردن یاد میگیره. فردا صبح از قراها اومد دنبال منو برداشت و برد کنار خیابون. یه پیکان وانت بود با چند تا بچه دختر پسر دیگه تو وانت بودن. منم سوار وانت شد. وانت رفت بالا شهر و سر هر چهارراهی 1-2 تا بچه رو پیاده میکردم تا اینکه توی میدون منو پیاده کرده. گفت حتما بچه ها بهت گفتن که چی کار باید بکن. من از دور مواظب هستم و غروب میام سراغت. غذاتونم باید از مردم گدایی کنم. تا اول زمستون کارم همین. زمستون که از رسید یه شب برفی وقتی به خانه برگشتم مامانم پاهای کبود شده ما سرما رو دید. پرسید پاهات چرا سیاه شده؟ گفتم نه پاهام از درد بی‌حس شده. امروز کفشای ما رو گرفت و از صبح بدون کفش توی برف با پاهای برهنه تو خیابونا بودیم. فرداش دیگه اجازه نداد باز قرار برم. این بار رفتم توی قهوه خونه کار گرفتم. تو زمستان جای خوب و گرمی بود. بعضی وقتا هم استام یه چای داغ بهم میداد و روزی 2 تومن هم مزدم بود. بعد از 1 سال رفتم پادو بنگاه معاملاتی ملکی شدم. استام ساعت بیکار زیادی داشت. برای همینم سرش با درس دادن به من گرم میکرد. سواد خوندن و نوشتن و حساب و یاد گرفتم. دیگه چی میخوای بدونی؟ پدرتون چی؟ پدرم؟ آره بیچاره پدر. خواهرم دیگه بزرگ شده بود، باید شوهر میکرد. من میگفتم به یه مرد پولدار شوهرش میدم، اما کی میاد اونو بگیره به جز کسی مثل خودم. اما بدبختی از یک با درد شروع شد و یواش یواش فلج شد. پدرم
یه کلیه‌اش فروخت که خرج درمون خواهرم کن. اما بعد از 6 ماه خودش کلیه در گرفت و مرد. ننه دیگه کتک نمیخورد، اما توان و طاقت بار سنگین زندگی رو هم نداشت. مرتب نحیف و لاغر میشد تا اینکه خواهرم هم مرد. انگار وظیفش تمام شد و خودشم بعد از 10 روز مرد. ما موندیم و خودمون. شما ازدواج کردید؟ که ازدواج کردید؟ همسرتون چه شد؟ من تصمیم گرفتم که ازدواج نکنم تا یه بدبخت دیگه مثل خودم به وجود نیاره. این بود که اصلا طرف زن نرفتم. اگر همه کسانی که سرنوشت مثل من دارن ازدواج نکنند و بچه فقیر دیگری وجود نیارند، شاید این نکبت فقر ریشه کن بشه. اما نمیشه. راستی باز این 30 روزی کیه؟ خدا؟ آخه فکر نمی کنم خدا انقدر ظالم باشه. نه پدر جان، خالق این بدبختی خود بشره. انسان از روزی که حکومت‌ها رو وجود آورده، از لحاظ عقیدتی زمانی که به ادیان مختلف اعتقاد آورد، این سیستم رو در حق هم نوعاش روا داشت. آن زمان که مالکین و ظاهرین به وجود آمدند و عده‌ای برای یک نفر کار کردند و تمام نعمتایی که باید به طور یکسان همه ازش بهره‌مند می‌شدند به یک نفر رسید. گرسنگی هم به دیگران. پس خدا خودش ریشه ظلم خوش کنه. در این مورد هم خدا کاره نیست. خود بشر باید ریشه ظلم خوب خوش کنه. پس امثال من باید چیکار کنم؟ امثال تو؟ نمیدونم. خودتون باید فکر خودتون باشید. تو که امروزه غذا و جای خواب داری. همینطوری که میگی اینا به هم میرسه. خدا رو شکر. همین دیگه. تا وقتی که برای هر چیز بیارزشی حتی مصیبت و گرفتار شکر میکنی، سیستم به همین شکل باقی میمونه. پیرمرد، تا اگه امروز نون و آب مختصری داری نتیجه اعمال خودته. تا حقت خیلی بیش از ایناست. اگر اون کیف پول رو برای خودت برمی داشتی، اکنون توی وضعیت نبودی. به قول دوست ثروتمندم خدا برات رسونده بود، ولی از گلوت پایین نرفت. نه، این حرف رو نزنی. اون پول مال من نبود. من تا کنون 1 ریال مال حروم نخوردم. همه کاری کردم. میتونستم با دزدی و جیببری و قاچاق فروشی وضع بهتری داشته باشم. من مال حروم خوری نیستم. خیلی ها میخورند و به حساب خدا میزنن. آب از آبم تکون نمیخوره. اونا میدونن و خودشون با خدای خودشون. با عصبانیت. تو هم خودت بدون خدای خودت. من دیگه حرفی ندارم. پیرمرد، به امید دیدار. مجله اینترنتی آوای بوف تقدیم می‌کند. فیلمنامه‌ای که بدون سانسور فیلم می‌شود. این داستان قاضی و متهم. امروز حبیب الله پاکدامن دلهره عجیبی داشت. چون اولین روزی بود که بعد از فارغ التحصیل شدن در رشته حقوق میخواست به سر کار بره. قرار است تو دادگاه انقلاب خودشو با آقای حجت الاسلام داوری معرفی کنه تا ایشون کار مناسب براش دست پا کنه. لذا با شروع ساعت کار اداری به داخل ساختمان دادگاه انقلاب رفت و محل کار حجت الاسلام داوری رو پرسید. پس از توضیح علت دیدار همونجا در اتاق بازرسی مراجعین نشست و آقای داوری تشریف بیاره. ساعت 10 صبح بود که مسئول اتاق بازرسی گفت به شعبه 1 دادگاه انقلاب مراجعه کن. لذا بی درنگ و با دلهوره و استرس بسیار زیاد به دفتر آقای حجت الاسلام داوری مراجعه کرد و پس از سلام علیک معرفی خود گفت گویا آقای حاج آقا خانساری از بیت رهبری سفارش بنده را فرمودن. آها، شما حبیب الله پاکدامن هستید؟ بله قربان، خودم هستم.
ببین پسر، من در عرض این مدت کوتاه، یعنی از دیشب تا حالا، اطلاعات زیادی از شما به دست آوردم. اما حالا دوست دارم خودت از گذشتت و کارهایی که انجام دادی، از اعمال و اعتقاداتت یک کم برام بگی تا من بهتر شما رو بشناسم. قربان، من در خانواده مذهبی و مؤمن و انقلابی به دنیا اومدم و از کودکی تحت تعلیم‌های اسلامی بودم. در نوجوانی هم کلاس‌های قرائت و تفسیر قرآن میرفتم و همون زمانم عضو بسیج محل و بعد عضو بسیج دانشگاه بودم. پدرم از سرداران سپاه و اکنون بازنشستن. این که خیلی آبکی بود. تو به حاج آقا جباری خیلی نزدیک بودی. گویا تو مأموریت هایی که خود حاج آقا رهبری عملیاتو بر عهده داشت تو کنارش بودی. خیلی مورد اعتماده حجت الاسلام حاج آقا جعفری بودی. بله همینطور. من اما اگر من رو تک تکم بکنن هرگز بر علیه حاج آقا حرفی نمیزنه. اگر بنده رو خدمت شما فرستادن تا توسط بنده برای حاج آقا پرونده سازی کنید، اشتباه کردی. من هرگز نه چیزی دیدم و نه چیزی شنیدم. پسر جان چرا اینقدر تون میری؟ اشتباه نکن. اگر بخوان برای حاج آقای شما پرونده سازی کنه که جاش اینجا نیست. دادگاه عالی روحانیت به کار افرادی مثل حاج آقای شما رسیدگی میکنه، نه اینجا. من فقط میخواستم بدونم که تا چه اندازه قابل اعتمادی. حاج آقا، بنده اگر به کسی یا علی بگم تا وقتی که تو قبرم برم دست از یا علی گفتنم بر نمیدارم. هیچ راز و سری از زبان منم فاش نمیشه. ولی تو درباره اون بنده خدا استاد قرائت قرآن همه چی رو گفتی، حتی خجالتم نکشیدی، گفتی که با تو چی کارا کرد. نه حاج آقا، این تو که میفرمایید نیست. وقتی چند نفر شکایت کردن من هم که هم از خودم خجالت میکشیدم، هم بابت گناهی که مرتکب شدم از خدا و پیغمبر و ائمه خجالت میکشیدم، به پدرم گفتم که چه اتفاقی برای من افتاد. پدرم از استاد شکایت کرد. تازه پدر من تنها کسی بود که بعد از صحبت‌های تلفنی آقای طوسی رفت رضایت داد. پدرم تمام قول قرارهای طوسی رو باور کرد و برای همینم آقای خانساری سفارش بنده رو به شما کرد. مگه سید طوسی چه قولی داده بود؟ هیچی حاج آقا. ایشان فرمودن به خاطر یک بینماز که نباید در مسجد و بست. حالا اتفاقی افتاده، نباید با آبروی اهل بیت قرآن بازی کرد. من توبه کردم و خدا توبه رو میپذیره. چطور امکان داره بنده خدا توبه مسلمانی رو قبول نکنه؟ این بچه بزرگ میشه و فراموش میکنه. ما هم بهش کمک میکنیم پست و مقام خوبی تو آینده بگیره. مثل خیلی های دیگر رئیس و وزیر و وکیل میشه. چیز مهم اتفاق نیفتاده. تازه شاید این بچه نظر کرده بود و شانس آورد. خب پدر منم پذیرفت و شکایتش پس گرفت. پس با این حساب میشود روی تو حساب کرده بهت اعتماد کرد. بله حاج آقا، ولی باید مواظب باشی. یه وقت اتفاقی که برای استاد قرائت قرآن تو افتاد تکرار نشه، تو احساس گناه نکنی. حقولا از ترس رنگش برید و تمامی اعضای بدن شروع به لرزیدن کرد و با لکنت زبان پرسید مگه شما هم؟ آره حاج آقا.
حاج آقا با خنده جواب داد نه، درباره من اینجور فکر نکن. اما هنوز گویا اون خاطره رو نتونستی فراموش کنی. حقیقتش حاج آقا فکر نمی کنم هیچ وقت بتونم اون خاطره لعنتی رو از ذهنم دور کنم. در صورت مطمئن باشید از اعتمادتان بنده پشیمون نمیشید. خدا کنه اینطور باشه که شما میگید. اگر چنین شد تو هم مطمئن باش من زیر بازوانتو میگیرم و به مدارج عالی صعود میکنی. اون چرا که میدونم در طبق داشته هایی که از تو دارم و اون چیزهایی که دارم در طبق اخلاص به تو تقدیم میکنم، مشروط بر این که تو هم بتونی اعتماد من رو به خودت جلب کنی. خاطر جمع باشید حاج آقا، در آینده این موضوع حتما به شما ثابت میشه انشاءالله. خب پس از همین امروز شروع به کار میکنی. کار تو فعلا اینه: صبح میشوی رئیس دفتر من، از 4 بعد از ظهر هم میفرستمت به یک شورای حل اختلاف. آنجا هم فعلا به عنوان قاضی مشغول کار میشه. امروز چون یه محاکمه بیشتر نداریم، پرونده متهمو که گذاشتی روی میز من، خودت هم بیا کنار من بشی تا یه قدری فوت و فن قضاوت رو از نزدیک ببینی و تجربه کسب کنی. پسر فکر نکن تمام مسائل قضاوت و داوری رو تو کتابای درس و داخل کتاب ها خونده و آموخته ای. نه جانم، قضاوت فوت و فنهای مخصوص خودشو داره. درست مثل معمایی میمونه که با دقت باید حل بشه. چه بسا مجرمینی که اصلا مجرم نیستن و نباید محکوم میشدن. اینها چیزایی نیست که تو لابلای کتابا بتونی پیدا کنی. پرونده متهمی امکان داره خیلی سنگین باشه و اما بر اساس رأی قاضی تبرئه میشه. و چه بسا متهمی که پروندهش از پر کام سبکتره اما مجازاتش چنان سنگینه که قابل تحمل برای هر کسی نیست. اصلا چرا راه دور میری؟ پرونده‌ای به تو واگذار میشه، تو در اون درباره قضاوت داوری کنی. اما قبل از اینکه تو پرونده رو باز کنی یا از محتویاتش مطلع بشی، سفارشی از بالا میرسه که این فرد باید تبرئه یا نه باید اشد مجازات محکوم شه. تو چیکار میکنی؟ ببین پسر، عدالت یعنی تو، یعنی خودتو، اون کسی که قدرت داره و حکومت میکنه. یک لحظه هم به چرندیاتی مثل حقوق بشر و برابری حقوق و اینجور مزخرفات فکر نکن. همه این چرندیات رو بگذار در کوزه و آبش بخور. خب تو در این شرایط چی کار میکنی؟ من حاج آقا بر اساس وظیفه یه قاضی عمل میکنم. خب وظیفه قاضی چیه؟ توجه به حکم حکومتی یا بدون توجه به چنین حکمی بر اساس برداشت خودش حکم صادر کنه. با نکته دست اگر درباره قضاوت هم حکم حکومتی صادر میشه، با عصبانیت، مثل این که تو توی بسیجم الکی برای خودت میگشتی، فرق بین دوست و دشمن نمیذاری؟ پسر، ضد انقلاب هر کسی با هر مرامی و هر عقیده‌ای که باشه ضد انقلاب، حال چه مرتکب عملی شده باشه چه نشده باشه، چه از لحاظ محتویات پرونده بیگناه باشه یا مجرم. در هر دو صورت برای چنین فردی فقط یک رأی میتونه صادر کرد، آن هم اشد مجازات. پسر جان، حق با کسیه که تو تشخیص میدی، نه محتویات پرونده. شیر فهم شد؟ حالا بگو متهم وارد شود. ببین، اولین تشخیص تو باید این باشه که بفهمی طرف خودیست یا غیر خودی. این مهمه.
بگو ماتم وارد بشی ببینیم کیست. حبیب‌الله پاکدامن از اتاق خارج شد و پس از چند لحظه به اتفاق یک مأمور نیروی انتظامی و یک فردی که لباس زندان به تن و دستبندی به دست داشت وارد اتاق شد. با اشاره دست حاج آقا مأمور روی یکی از صندلی‌ها نشست. مرد متهم که می‌خواست روی یک صندلی کنار مأمور بشیند، قاضی اعتراض کرد و گفت کی به تو اجازه داد بشینی؟ همونجا سر جاد وایسا، تکان نخور. حبیب‌الله پاکدامن هم رفت کنار قاضی نشست. قاضی پرونده‌ای که روی میزش بود و برداشت و با دست اونو بالا پایین کرد. گویا میخواست بفهمه که چقدر سنگینه و بعد پرونده رو به حبیب پاکدامن داد. گفت وزنش کن ببین در چه حالیه. حبیب‌الله مانند قاضی پرونده روی دستش بالا و پایین کرد و گفت خیلی سبکه جناب قاضی. قاضی پرونده رو واسه اون گرفت و گفت ترازوت خرابه. پرونده بهش سنگینی رو میگیش سبکه. خب پسر بگو ببینم چی کار کردی. من هیچی قربان. از من اصلا چه کاری بر میاد. خودت به مشمردگی نزن. اینجا این همه اعتراف کردی. خودت اقرار کردی جاسوس دشمن بودی. در خیلی از خرابکاری هم نقش اصلی داشتی. حالا میخوای بزنی زیر اعترافاتت؟ قربان تمام اون چیزایی که تو پرونده اصطلاح از من اقرار گرفتن تو شکنجه و زیر فشار بوده. چنان شکنجه وحشتناک و طاقت فرسایی بود که هر چی میخواستم من مینوشتم امضا میکردم. آره تمام متهمین وقتی به پای ترازوی عدالت میان همین حرفا رو میزنن، چون چیزی دیگری ندارن که بگن. به خیال خودشون میخوان فرشته عدالت را فریب دهن. نه خیر، هیچ شکنجه‌ای در کار نبوده. جناب قاضی به پای من اینقدر شلاق زدن که هنوزه کف پام کبود و قادر به راه رفتن نیستم. خجالت بکش مرد. تو خودت پات رو به شلاق برادران میزدی که بر علیه اونا دلیل و مدرک پوشالی درست کنی. این را همه میدونن که تو زندانای ما عذاب هست اما شکنجه ممنوعه. اسلام اجازه شکنجه رو به هیچ کس نمیده. برادرای ما تو زندانها افراد مسلمان و مؤمنی هن. این وصله ها به اونا نمیچسبه. راحت بگو چی کار کردی و چی کار هستی. والا حاج آقا از من یک کتاب گرفتن و گفتن این کتاب ضاله است. همین کتاب شد بلای جون ما. بفرما. خب معلوم است که کتاب ضاله بلای جان انسان میشه. والا حاج آقا هیچ جای کتاب ننوشته کتاب ضاله است. احمق جان، ضاله بودن یا نبودن یک کتاب رو ما تشخیص میدیم نه شما. مثلا رباعیات خیام از نظر شما چیست؟ از نظر ما یک کتاب به معنای واقعی ضاله است. پس حاج آقا خیلی از کتاب‌ها امکان داره ضاله باشد و ما ندونیم. بله همینطوره. خب دیگه اقرار کن. حالا فهمیدم حاج آقا. دیگه بعد از این هر کتابی خواستم بخرم و به دستم رسید ابتدا به شما و همکاراتون باید نشون بدم، اگه ضاله نبود بخونمش. کار خوبی میکنی. دیگه بگو. دیگه هیچی حاج آقا. کل ماجرای ما همین کتاب بود که اونقدر بزرگش کرده. مرد ناحسابی، یک کتاب ضاله رو برداشتی با خودت این طرف و اون طرف بردی و تبلیغ کردی و افکار مردم رو به نفع دشمن منحرف کردی. آوایبوف.com مجله اینترنتی آوای بوف تقدیم می‌کند فیلمنامه‌ای که بدون سانسور فیلم میشه. این داستان گوسفند داوود نبی. 2 هفته قبل از عید قربان پدرم از من خواسته بود که برای عید قربان برایش یک گوسفند بخرم.
همین مسئله از همون روز اول تمامی ذهن من رو به خودش مشغول کرده بود. نمیدونستم چه کار باید انجام بدم، چون نه عید قربان رو قبول داشتم و نه کشتن یک حیوان زبون بسته بیگناه. برای همین از همان روز با خودم در جنگ و ستیز بودم. لحظه تصمیم گرفتم خیلی راحت از پدرم بخوام که منو از این وظیفه معاف کنه. و لحظه بعد با خودم میگفتم پدر در بستر بیماریه، کاری از من خواسته و امسال خودش نمیتونه کار انجام بده. و کاش که این کار براش انجام بده. نه، نمیتوانم از خواسته پدر به این راحتی سرپیچی کنم. تا اینکه درست شب عید قربان شبانه سوار اتومبیلم شد و به طرف جاجرود حرکت کردم تا خواسته پدرمو انجام بده. در بیابان‌های نزدیک جاجرود تعدادی گوسفند دیدم و تابلوی مقف‌هایی که روی آن نوشته شده بود گوسفند فروشی. بلافاصله ماشین رو کنار جاده آوردم و توقف کردم. رفتم پیش گوسفندچران. ابتدا قیمت رو پرسیدم تا اینکه سر قیمت رو توافق رسید. گفت خودت انتخاب میکنی یا من برات یکی انتخاب کنم؟ گفتم نه، خودم انتخاب میکنم. گفت پس برو هر کدوم خواستی بیار تا وزنش کنم. این حرف رو زد و رفت روی تخت سنگ نشست و از کتری سیاه یک لیوان چای برای خودش ریخت و شروع کرد به چای خورد. من رفتم تا از بین 20 گوسفند یکی رو انتخاب کنم. یه وقت دیدم گوسفندی که از همه لاغرتر و نحیفتر بود با سرش رو پای من زد و چند قدمی دور شد. سپس به من نگاه کرد و سرش رو بالا و پایین برد. من چند قدمی به طرفش حرکت کردم. گوسفندم چند قدمی دور شد. باز به من نگاه کرد و سرش رو بالا و پایین برد. مثل اینکه من رو دعوت میکرد که به دنبالش برم. ولی این بار من توجه نکردم و برگشتم به طرف گوسفندهای دیگر. ناگهان با سر گوسفند که به پشت پایم زده بود یکی خورد. گوسفند ایستاده بود و من رو نگاه میکرد. بعد از چند لحظه با سرش رو بالا پایین کرد و بعبع کرد. دیگر باورم شده بود که منو دعوت میکنه که با او بره. پس به دنبال گوسفند راه افتادم. هر چند قدمی که میرفت برمیگشت و من رو نگاه میکرد تا مطمئن شه که من دنبالش میرم. تا اینکه عاقبت وقتی فاصله زیادی از بقیه گوسفندها گرفتیم ایستاد و منم رفتم در برابرش ایستادم. گفتم حیوان چی میخوای؟ چی میخوای بگی؟ من که زبون تو رو نمیفهمم. ناگهان دهانشو باز کرد و به جای بعبع کردن گفت منو انتخاب کن. ابتدا یکی خوردم به طرفم نگاه کردم. شاید کسی نزدیک ما باشه و در اون صدا رو در میاره. گوسفند دوباره به حرف اومد و گفت من گوسفندم یا تو؟ با تو هستم. گفتم منو انتخاب کن. گفتم بابا گوسفند که حرف نمیزنه، این چه حکایت داستانیه؟ باز به حرف اومد و گفت من از تبار گوسفندان داوود نبی هستم که چند هزار سال پیش وقتی اونا رو برای چرامند خینین آورده بودن علفای اونجا رو نخوردن، های های گریه کردن. وقتی چوپان پرسید که چرا از این علفا نمیخورید و چرا گریه میکنید، گفتن چون چند هزار سال بعد در اینجا سر امام حسین را خواهند برید و منم از تبار اون گوسفندان هستم. گفتم گیرن که چنین باشه، اما در قرآن اومده که زبان حیوانات رو فقط سلیمان نبی میدونسته و بس، که معجزه سلیمان بود و خداوند اون رو به سلیمان داده. گفت معجزه چیه مرد؟ مگه علی با تمساح در مسجد کوفه حرف نزد؟ مگه امام رضا با آهو صحبت نمیکرد؟ مگه اجداد من با چوپان خودشون حرف نمیزدن؟ پرسیدم مگه میشه یه حیوان با آدم حرف بزنه؟ گفت چرا نمیشه؟ این معجزه حیوانات نه آدم ها. حیوانات زیادی هستن که حرف میزنن، شما متوجه نمیشین. مثلا مگه شما انسان ها جیغ و فریاد موچه ها رو متوجه میشید؟ شما نمیتونید فرکانس صدای اونا رو بگیرید. گفتم علمی هم که حرف میزنی. گفت من خیلی چیزا رو میدونم که شما نمیدونی. مثلا آیا تو میدونی که بین حیوانات هم مسلمان و کافر است؟ حتی ماهی‌هایی هم هستن تو اقیانوس که مسلمانه. تو اگه در جنگل یا بیشه‌ای باشی و به حیوانات وحشی و درنده‌ای که به تو حمله کردن بگویی اشهد ان لا اله الا الله، آن حیوان مسلمان دیگه به تو حمله نمیکنه.
و با شرمندگی از تو دور میشه. گفتم اگه مسلمان نبود چی؟ گفت آن وقت اگه شهادتین را گفته باشی تکه بزرگت گوشته. گفتم که خیلی بده. گفت ریسکه 50-50. تازه تو نمیدونی در بین گیاهان ها مسلمان زیاده. با تعجب گفتم گیاه؟ گفت بله. اگه خوب دقت کنی گیاهی که مسلمانه کلمات شهادتین و خیلی لغات دیگه رو در میان میوه ها و برگاش میتونی ببینی. مثلا اگر یک کدو خیار یا یه بادنجون رو از وسط نصف کنی، دقت به خرج بدی، خواهی دید که در میان اونها نوشته شده الله اکبر، اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله و خیلی چیزای دیگه. یا همین البلو، انگور. اگه دانه‌هاشو با دقت بشکافی، خوشه های 5 تایی هر کدام نام یکی از 5 تن آل عبا و خوشه های 12 تایی نام 12 امام و 14 تایی 14 معصوم و پشت هر گلبرگ گلها نام مقدساته. حتی در چین هم گلایی هست که پشت گلبرگ ها نوشته شده اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله. گفتم اینا رو چند تا آخوند دیگه هم قبلا گفته بودن. دیگه چه میدونی؟ گفت من هر چه بگویم که تو باور نمی کنی. من احساس میکنم روی رو سرت داره 2 شاخ سبز میشه. آقا جان جمادات هم مسلمان و کافر دارن. همه خاکایی که طلا و نقره و سنگهای گران قیمت میشن مسلمونن و به برکت همان شهادتین که میدن تبدیل به خاک و سنگ یا چیزهای ارزشمند میشن. کجای کاری؟ صدای حضرت محمد رو چه جاندار و چه بیجون شنیده، حتی صدایش به عرش هم رفته. کلی از ستارگان مسلمون شدن و به خاطر همین مرتب در حرکتن. گفتم منو گرفتی دیوونم کردی یا؟ گفت من میخوام به تو خدمت کنم. پرسیدم تو گوسفند میخوای به من خدمت کنی؟ بدبخت، اگه من تو رو بخرم فردا صبح گردنت زیر تیغ قصاب و سرت از بدن جدا میشه. گفت من مانند اجدادم از آینده هم میتونم خبر بدم. والا بلا تو چیزی نمیدونی، فقط یک کمی درس خوندی و برای همینم باد زیادی تو سرت داری. ببین همین خر گوسفندچران مسلمونه و تا دقایق دیگه از اون میگه. این چوپان سرت کلاه گذاشته، کیلویی 200 تومان با تو گرونتر حساب کرده و اما تو من رو با یک گوسفند دیگه خواهی خرید. یکی رو برای قربانی که آن را هم من به تو نشون میدم تا گوسفند کافری باشه و من رو هم برای خودت نگه خواهی داشت. گفتم بابا من جان ندارم، که یه حیک خلوت تو آپارتمان داری که سقفم داره. گفتم خب با بابا تو چی کار کنم که باعث مزاحمت همسایه‌ها میشه؟ گفت بهت قول میدم که محبوب همه میشم. تازه کاری نداره، هر وقت دیدی مزاحم هستم میتونی از شهرم راحت شی. قبول کن، پول و ثروت زیادی برات خواهم آورد. گفتم باش امتحان میکنم، پس بریم سراغ چوپان. گفت ولی مواظب باش که کیلویی 200 تومان اضافه ندی ها. البته او وقت ببینه مرا هم میخری کوتاه میاد، چون هیچ کس مرا برای قربانی کرده انتخاب نمیکنه. طبق خواسته گوسفند عمل کردم و هر دو گوسفند رو خریدم. همین که چوپان میخواست گوسفند رو تو ماشین بذاره، خر چوپان شروع کرد به از اون گفتن که چوپان گفت ای خواه مثل خودس بیمال بیجاد آر میکنه. دیگه به حرفای گوسفند اطمینان پیدا کرده بودم. خوشحال ولی با کمی سرگیجه به طرف منزل حرکت کردم. گوسفندا رو به حیاط خلوت بردم، اما خودم نتونستم از گوسفند داوود جدا بشم. تا اینکه صبح شد و برادرم اومد که گوسفند پدر رو ببره. وقتی برادرم چشمش به دو گوسفند افتاد گفت ببینم که برای خودت هم گوسفند گرفتی.
اما باز خست به خرج دادی یا یه گوسفند لاغر مردنی خریدی نه؟ گوسفند من گفت به برادرت بگو از اتوبان صیاد نرو، اونجا تصادف میشه و تا ظهر تو راه بندون گیر میکنی. گفتم برادر میگم از اتوبان صیاد نرو، اونجا تصادف میشه، تا ظهر اسیر میشی. پرسید کی میگه؟ گفتم خودم میگم. گفت پس پیشگام شدی؟ گفتم هر چی که تو میگی، اما به حرفم گوش بده، بعدا متوجه میشی. باور کن ضرر نمیکنه. قبول کرد و رفت. بلافاصله بعد از رفتن برادرم همسایه بالای ما از آقا آمد و پس از یک سلام علیک اجباری گفت مانوشر خان، از شما توقع نداشتم. اینجا مگر طویله یا عاقل است که گوسفند آوردی؟ گوسفند من بعبع کرد و گفت این همون شخصیه که تو اتوبان صیاد تصادف بدجوری میکنه، بهش بگو از صیاد نرو. گفتم اسقر آقا سر کار میرید؟ با ناراحتی گفت پس کجا میرم؟ خواستم بگم از صیاد نرو. گفت پس از کجا برم؟ چرا خودت رو لوس میکنی؟ به جای این حرفا هرچی زودتر شر این گوسفند رو کم کن. و بدون خداحافظی رفت. تا شب اتفاقات زیادی افتاد. برادرم زنگ زد و گفت چه پیشگو فالگیر شدی؟ تو اتوبان صیاد چنون تصادف وحشتناکی شده که تلویزیون پوشه خبری داده، الان داره پخش میکنه. پیشگویی های گوسفند باعث شد خبر مثل برق و باد در همه جا بپیچه. فردای اون روز جلوی خانه ما صف طویلی از مردم تشکیل شده بود که میخواستن مشکلاتشون رو گوسفند حل کنه. گوسفندم به من گفته بود از مراجعین پول بگیرم. مردم هم با میل و رغبت پولهای کلونی به من میدادن. خب گوسفند از آینده میگفت، نه مثل رمالا از گذشته. همین هم باعث شد خبر به حاج آقا موسوی پیشنواز مسجد برسه. پیغام داده بود که گوسفند رو نزد او ببرم. گوسفندم پیغام داد چون مسجد خانه خدا و جایگاه مؤمنین است و چون من نمیتوانم وضو بگیرم و غسلم ندارم، بهتر از من به مسجد نیایم. و حاج آقا قدم رنجه فرموده تشریف بیاورند، خوشحال خواهیم شد. حاج آقا از این حرف گوسفند بسیار خوشش آمد و خودش قدم رنجه کرد و به دیدار گوسفند آمد. و به محض ورود به مسخره گفت سلام علیکم گوسفند داوود نبی. گوسفند پاسخ داد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاج آقا در جواب گوسفند بسیار شادمان و متعجب شد، اما به روی خودش نیاورد. گفت امروز یک نفر به دیدن من می آید، اگر آن را پیشگویی کنی به تو ایمان خواهم آورد. گوسفند بلافاصله گفت حاج آقا اشتباه نکنید، امروز 2 نفر به دیدار شما خواهند آمد. ابتدا حاج آقا جباری که به علت ابتلا به بیماری سرطان میدونه چیزی به پایان عمرش باقی نمونده و نگران ثروتی که از راهی نامش رو به دست آورده، میخواد مالش را حلال و رفع مظالم بفرمایید تا بدین وسیله بتواند جایی تو بهش پیدا کنه. کلا سرتون نره، او پیش 3 روحانی دیگرم رفته. شما بفرمایید 2 میلیون تومان کمتر از حاج آقا خادمی بدهد، قبول میکند. و اما نفر دوم از اوقاف خدمت شما میرسد که پیشنهاد خوبی برای شما دارد و اگر قبول کنید نانتان تو روغن است. حاج آقا هاج و واج به سخنان من که حرفای گوسفند را برایش میگفتم گوش میداد و از خوشحالی در پوستش نمیگنجید. در خاتمه گفت اگر امروز چنین شود که تو میگویی، چنان جایگاهی برایت درست کنم که هیچ انسانی را به آن دسترسی نباشد. مقامت از اولیا و انبیا بالاتر خواهد رفت. خانه طلایی برایت درست خواهم کرد. خدمتگزارانی برایت انتخاب میکنم که دست به سینه در خدمتت باشند. گوسفند گفت من از منوچهرخان جدا نمیشم، چون فعلا ایشان زبان منو میفهمن. حاجی فوراً تایید کرد بدون منوچهرخان که نمیشود، ایشان هم پاداش خوبی خواهند گرفت. حاج آقا خوشحال و شادمان با شتاب از خانه ما رفت، ولی بلافاصله خانم با اتومبیل گران قیمتی به همراه چند بادیگارد مثل حاج آقا بدون توجه به مردی که در صف ایستاده بودند آمد داخل منزل و صندلی خواست و مقابل گوسفند روی صندلی نشست.
و این مقدمه گفت شنیدم این گوسفند توانایی هایی دارد که میتواند خیلی از مشکلات را حل کند. اگر بتواند مشکل را حل کند قول میدهم که تو را از مال دنیا بی‌نیاز کنم. گوسفند شروع کرد به بعبع کردن. من برایش به قول امروزی ها ترجمه کردم و گفتم که ایشان میفرمایند من خودم قادر هستم منوچهرخان را از مال دنیا بی‌نیاز کنم مگر مردمی که در صف ایستاده بودند ندیدیم. و اما مشکل شما سرکار خانم، شما همسری که از مقامات بلندپایه مملکت هستید که همسر گرامیتان اختلاس و چپاول بسیار بزرگی کرده است و به خاطر ندادن بعضی حق حسابها امروز در خطر است و همین دلیل قصد دارد فردا از مملکت خارج شود. اما از آنجایی که گلویشان پیش خانمی بد جورگی کرده قصد دارند با ایشان فرار کنند. شما می توانید همین امروز به هر شکلی که شده در و گالف صندوق همسرتان را در منزل باز کنید و پاسپورت و بلیط های ایشان را بردارید و پاس و بلیط آن خانم را از بین ببرید تا با گرو گرفتن پاس همسرتان بتوانید به اتفاق ایشان به کانادا برید. زن مات و مبهوت به من نگاه میکرد و قادر به هیچ حرکتی نبود که گوسفند دوباره به حرف آمد و گفت چرا زمان را از دست میدهید؟ تا دیر نشده عجله کنید، پرواز ساعت 9 صبح فرداست. زن با شتاب رفت و همینطور مراجعه کنندگان یکی پس از دیگری خدمت گوسفند داوود پیامبر میرسیدند و جیب من را پر از پول میکرد. دیگر نه خواب داشتم نه خوراک، تا اینکه ساعت 2 صبح باز اتومبیل لوکسی با چند بادیگارد که صورتهای خود را با پارچه سیاه پوشانده بودند وارد خانه شدند و یک راست به سراغ گوسفند من آمدند. یکی پرسید گوسفند داوود نبی این است؟ گوسفند گفت بله. مرد گفت پس بگو ما برای چه آمده ایم؟ گوسفند گفت شما آمده اید که هم من و هم منو چرا بکشید؟ پرسیدم چرا این کار را میخوایم بکنیم؟ گوسفند گفت برای اینکه من باعث شدم از عشقت به خاطر نجات خودت چشم پوشی کنی و به جای فرار با معشوقت حالا مجبوری با زنی که دوستش نداری فرار کنی. من تمام برنامه‌هات را به هم زدم، درست است؟ گفت درست میگویی، پس بمیر. کلتی را از جیبش درآورد و 2 گلوله به سر گوسفند زد. از سپس به طرف من آمد که مرتب فریاد می‌زدم نه نه نه. اما مرد با بیرحمی به من شلیک کرد که ناگهان از خواب پریدم و خوشحال شدم که تمام ماجراها واقعی نبود و خواب عجیبی بود که من دیدم. مجله اینترنتی آوای بوف تقدیم می‌کند فیلمنامه‌ای که بدون سانسور فیلم می‌شود. این داستان محاکمه الف ر. روز 17 شهریور 1397 برابر با 7 سپتامبر 2018 این خبر در تمامی رسانه‌ها و جراید مثل بمب ترکید. حجت الاسلام الف ر 3 روز پیش در بیروت مانند امام موسی صدر مفقود شد. شرح واقعه نیز تقریباً یکسان بود. اکثرا از قول رزرویشن هتل و نگهبان در هتل نقل کرده بودند. رزرویشن گفت ساعت 9 صبح آقای الف ر از اتاقشان در طبقه 6 آمدن پیش من و گفتند قرار است کسی به دیدن من بیاید. لطفاً به ایشان بفرمایید در لابی چند دقیقه منتظر بمانند. من میروم قدری قدم بزنم و به زودی برمیگردم و از هتل بیرون میروم. نگهبان در هتل گفته آقای الف ر ساعت 9 صبح از هتل بیرون آمدند و به طرف خیابان رفتند. چند قدمی که از هتل دور شدن ناگهان صدای انفجاری آمد که ابتدا من فکر کردم نارنجکی پرتاب کردند که البته بعداً معلوم شد ترقی بوده. بعد از انفجار 2 نفر به طرف آقای الف ر دویدند و زیر بغلش را از 2 طرف گرفتند و فریاد زدند آقای الف ر جانتان در خطر است، عجله کنید همراه ما بیایید. اتومبیلی کنار خیابان آمد، آنها با اتفاق آقای الف ر سوار اتومبیل شدند رفتند. کل خبر همین بود، اما از فردای آن روز بازار شایعه داغ شد. یکی مینوشت در مفقود شدن آقای الف ر رد پای موسی دیده می شود و دیگران را به عربستان نسبت و بعضی ها هم تیت می زدند ربوده شدن آقای الف ر کار سازمان مجاهدین خلق بود. تا اینکه امروز مرور زمان خبر داغی را به سردی گرفت و دیگر در این باره نه حرفی زده شد و نه چیزی نوشته شد.
اما بعد از 1 ماه خبر کوتاه در یکی از روزنامه‌های آلمان به چاپ رسید که تعدادی بیش از 2-3 هزار نفر از خانواده‌های زندانیان اعدام شده رژیم ایران علیه الفره به دادگاه آلمان شکایت کرده و تقاضای دستگیری و رسیدگی به جرایم آقای الفره را دارند. چند روز بعد سازمان‌های حقوق بشری و سازمان دفاع از آزادی و حقوق شهروندی و حتی بعضی از احزاب و سازمان‌های سیاسی نیز شکایت‌های عدیده‌ای را تنظیم و به مراجع قانونی تسلیم نمودند، مثل اینکه یک حرکت جهانی بر علیه آقای الفره شکل گرفته بود که مراجع قضایی بین‌المللی هلند و آلمان را کلافه کرده بود، زیرا تمامی حرکات و شکایات بر اساس قوانین بین‌المللی شکل گرفته بود و مسئولین امن میبایست در برابر این خواسته ها عکس العمل نشان بدهند. وکلای بیش از 3,000 نفر از شاکیان با در دست داشتن وکالت موکلی خود و با ادله و مدارک لازم مرتب پیگیر این قضیه بودند و نشریات و رسانه‌ها هم خوراک خوبی برای انتشار این گونه اخبار پیدا کرده بودند. روزی نبود که نشریه‌ای در این باره مطلبی نداشته باشد. بعضی از نشریات پرونده قتل‌های سال‌های 67 را باز کرده و هر روز مطلبی از جنایات بشری و ضد بشری رژیم و هیئت 4 نفره مرگ را تیتر می‌زد و شرح مبسوطی از آن وقایع را اطلاع رسانی می‌کرد. افکار عمومی نیز اخبار این جنایات را پیگیری و منتظر نتیجه مطلوبی بودند. روزنامه‌ها از قول خوانندگان خود می‌نوشتند که جامعه بشری خواهان دستگیری و محاکمه آقای الفره میباشد و بیش از این نمی‌توانند انتظار بکشند. پس او هر چه زودتر یافته، دستگیر و محاکمه شود. از این مطالب هر روز در نشریه‌ای چیزی به چاپ می‌رسید، درست مثل این که شخصی یا اشخاصی آن را به صورت آگهی تبلیغاتی به روزنامه‌ها داده باشند، تا اینکه دادگستر آلمان آقای الفره را مجرم و دستور دستگیری ایشان را صادر نمود و پس از آن دادگاه بین‌المللی لاهه نیز ایشان را به مصداق جنایت بر علیه بشریت مجرم و خواهان دستگیری ایشان شد و دستور دستگیری نامبرده به پلیس اینترپل داده شد. چند روز پس از صدور فرمان دستگیری آقای الفره و انتشار عکس ایشان در رسانه‌ها، یک ویدیو در دنیای مجازی پخش شد که در آن ویدیو شخصی اعلام نمود که از محل سکونت آقای الفره مطلع است و حاضر است محل سکونت آن را به پلیس معرفی نماید. فقط یک شرط دارد و آن این است که وزیر دادگستری آلمان در تلویزیون ملی کشور حاضر شود و اعلام نماید که به هیچ وجه ایشان را به دولت ایران تحویل نمی‌دهد و در دادگاه بین‌المللی آلمان یا لاهه محاکمه خواهد کرد. باز دوباره این ویدیو سر و صدای عجیبی پا کرد. بعضی‌ها نوشتند از کجا معلوم که این ادعا راست باشد؟ شاید کسی بی جهت چنین ادعایی کرده و بعضی‌ها هم آن را قبول داشتند و حتی به وزیر دادگستری گفتند برفرض که حقیقتی در این ویدیو نباشد، اما افکار عمومی طالب آن است که بداند آیا کشور آلمان باز مانند گذشته‌ها متهمان را به ایران تحویل می‌دهد یا نه. آقای وزیر چه اشکالی دارد این اطمینان مردم بدهید؟ این گونه بحث‌ها در روزنامه‌ها و دنیای مجازی ادامه داشت تا اینکه ویدیوی دیگری پخش شد و در آن ویدیو همان فرد دوباره ادعای خود را مطرح و برای اثبات گفته‌هایش الفره را جلوی دوربین آورد و گفت لطفاً شما خودتان را همانطور که من گفتم معرفی نمایید. آقای الفره گفت من الفره داماد حجت الاسلام عین ه تولیت آستان قدس رضوی و عضو هیئت 4 نفره معروف به هیئت مرگ در زندانهای سیاسی ایران هستم. ویدیو قطع می شود و این ویدیو هیجان و التهاب جهانیان را در بر می انگیزد. پس الفره زنده و در جایی محافظت می شود. برای دستگیری و محاکمه الفره این بار راهپیمایی‌های بزرگ چه از طرف ایرانیان خارج از کشور و چه از طرف مردمی که خواهان عدالت و آزادی بودند و تمامی کسانی که احساساتشان بر اثر جنایتی جریحه دار شده بود در کلیه کشورها به راه افتاد و در تمامی این راهپیمایی‌ها یک نقطه عطف وجود داشت. یک قطعنامه یا خواسته عمومی صادر می‌شد و آن اینکه آقای وزیر دادگستری به مردم پاسخگو باش و اطمینان بده
الفره را دستگیر و محاکمه می‌کنی و به هیچ وجه و هیچ مصلحت اندیشی و منافع ملی یا کشوری او را به ایران مسترد نمی‌نماید. الفره باید در دادگاه بین‌المللی منصفانه محاکمه مجازات شود. این خواسته جهانی شده بود و عاقبت وزیر دادگستری مطبوع شد در یک برنامه تلویزیونی به مردم اعلام نمود که الفره را دستگیر و در یک دادگاه بین‌المللی محاکمه مجازات خواهیم کرد. ما نیز مانند تمام جهانیان که احساساتشان از جنایات این جنایتکاران جریحه‌دار شده است، از چنین جنایتکار متنفر و منزجر میباشیم و هرگز نمیتوانیم در برابر این جنایات سکوت کرده و نظاره‌گر باشیم. چنانچه قبلا دستور دستگیری افراد به پلیس اینترپل صادر شده، چه توسط ما و چه توسط دادگاه لاهه انجام خواهد شد. پس از گذشت چند ساعت از برنامه تلویزیون آقای وزیر دادگستری، ویدیو دیگر در دنیای مجازی پخش شد که همان فرد محلی را در شهر کلن معرفی کرده و از خبرنگاران و فیلمبرداران خواسته تا نیم ساعت آینده در آن محل حضور داشته باشند تا در برنامه بعدی که 30 دقیقه دیگر پخش می شود محل الفره را معرفی نماید و توضیح دهد که چرا بدین شکل عمل کرد، چون می‌خواسته ارباب جرائت بر عملکرد پلیس نظارت داشته باشند و لحظه به لحظه همراه پلیس در دستگیری الفره مشارکت داشته باشند تا پلیس نتواند منکر وجود الفره شود و او را بی سر و صدا از آنجا برده و سپس تحویل مقامات ایران. به همین لحاظ موج بزرگی از خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران شبکه‌های مختلف تلویزیونی در عرض چند دقیقه در محل حاضر شدند و پس از ویدیو دوم که محل دقیق الفره را اعلام نمود، پلیس به همراه خبرنگاران الفره را در زیرزمین یک ساختمان 5 طبقه‌ای دستگیر و به مرکز پلیس منتقل کرد. نحوه دستگیری الفره همزمان از کلیه کانال‌های تلویزیونی برای عموم مردم پخش شد. با دستگیری الفره انتظار می‌رفت هر چه زودتر این مرد را محاکمه نمایند. اما 3 ماه تا شروع محاکمه طول کشید و در عرض این مدت رژیم ایران نهایت تلاش خود را برای آزادی الفره به کار برد که در مقابل هم رسانه‌ها و سازمان‌ها و انجمن‌های حقوق بشری و حتی خود شاکیان و وکلای ایشان فعالیت زیادی به خرج دادند تا چنین اتفاقی نیفتد. بالاخره پس از 3 ماه محاکمه الفره آغاز شد. افکار عمومی عکس‌العمل پرتحرک و جالبی از خود نشان دادند. با اینکه سابقه قبلی از این قبیل محاکمات مانند محاکمه منولوویچ و دیگران را تجربه و در تاریخ ثبت کرده بودند، اما هیچ کدام مانند این محاکمه افکار عمومی را به این اندازه تکان نداده بود. هر روز اخبار مربوط به الفره در صدر خبرها بود. شاکیان بیش از 4-5 هزار نفر بودند که همگی می‌خواستند در محاکمه حضور داشته باشند و به خاطر اشتیاق عمومی برای دیدن این محاکمه چندین شبکه تلویزیونی جریان محاکمه را به صورت زنده پوشش خبری داده و هر روز در پارک جلوی ساختمان دادگستری 20-30 هزار نفر تجمع می‌کردند که از طریق پرده سینمایی که آنجا نصب شده بود جریان محاکمه را پیگیری می‌کردند. شاهدین زیادی به درخواست وکیل مدافع شاکیان شهادت دادند و گوشه‌های وحشتناکی از جنایات الفره را برای قاضیان دادگاه شرح دادند تا اینکه خانمی در جایگاه شهود قرار گرفت. او گفت همسلولی من دختری بود 19 ساله که مدت 4 سال از محکومیتش در زندان گذشته بود. او فقط 1 سال دیگر باید در زندان می بود تا آزاد شود. من میگویم زندان، اما شما نمیدانید زندان چگونه جایی است. یک نمونهش با چوب جعبه های مانند تابوت ساخته بودند که ما را چشم بسته در آن تابوت ها میگذاشتند و چندین روز در آن تابوت بودیم. وقتی از آن بیرون می آمدیم تمامی استخوان ها و عضلاتمان خشک شده بود و قادر به هیچ حرکتی نبودیم. در شروع هر نماز 5 گانه ما را می بردند و شلاق می زدند. یک چنین دورانی را هم سلولی من با دیگران به مدت 4 سال تحمل کرده بود. در این لحظه وکیل مدافع الفره اعتراض کرده گفت این رفتار زندانبانها و رؤسای زندان بوده، به موکل من ربطی ندارد. خواهش میکنم دستور فرمایید این بیانات به طور کلی از صورت جلسه دادگاه حذف شود. اما شاهد اجازه صحبت به رئیس دادگاه را نداد و گفت ولی آقای وکیل، این آقا برای این خانم حکم اعدام را صادر کرد. این حکم است که موکل شما وارد است. اینجا جنایت کردند و برای اینکه دختر باکره را
نمیتوانستند بر اساس قوانین فقهی خودشان اعدام کنند، شب قبل از اعدام به زور به دختر تجاوز و فردا صبح اعدامش میکردند. از این نوع اظهارات و شرح وقایع بسیار گفته شد تا اینکه الفره در جایگاه متهم قرار گرفت و دادستان از ایشان شروع به سوال نمود. دادستان: آیا قبول دارید که این احکام را صادر کرده اید؟ الفره: بله قربان، بله قبول دارم. دادستان: آیا قبول داری که بعد از یکی دو پرسش از زندانیان حکم اعدام را صادر می‌کردی؟ الفره: آری این هم قبول دارم. چرا؟ مگر آنها در زندان چه جرم دیگری مرتکب شده بودند؟ و یا آنهایی را که مورد سوال قرار میدادی چه میگفتند که غضب شما را برمیانگیخت و شما را وادار میکرد حکم اعدام صادر کنید؟ آقایان محترم، من یک مسلمان هستم، آن هم مسلمانی که خود روحانی و مبلغ دین اسلام است. خب باشی، مگر روحانی بودن به تو اجازه میدهد که آدم خواری هم بکنی؟ اجازه بفرمایید آقای دادستان. من اگر از این محکمه ای که صلاحیتش برای رسیدگی به چنین امری اصلا مورد قبول نه من و نه هیچ فرد مسلمان دیگری نیست رهایی یابم و باز در پستی باشم که مرجع عالی قدری برای چنین امری به بنده حکم نماید، باز احکام صادر از طرف من بر اساس فتوای مراجع اسلامی همان اعدامه و به همین شکل. پس من کاری نکردم. شما نمیتونید که من رو زیر سوال ببرید. اصلا من مجبور به پاسخگویی نیستم. در سالن همه شد و الفاظ ناسزاگویی از طرف حضار شنیده می شود که رئیس دادگاه امر به سکوت می کند. دادستان: ملاحظه می فرمایید وقتی بنده می گویم آدم خوار لطفاً شکی در این مورد نکنید. با حاضرین با صدای بلند تایید کنند. رئیس دادگاه: ساکت، نظم دادگاه را رعایت فرمایید. آقای الفره، شما در جایگاهی نیستید که صلاحیت دادگاه را تشخیص بدهید یا زیر سوال ببرید. این دادگاه طبق قوانین بین المللی و بر اساس حقوق بشر تشکیل شده است. چرا شما به جای پشیمانی و اظهار ندامت سعی می‌کنید اعمال ضد بشری و جنایتکارانه خودتون رو تایید کنید؟ الفره: متاسفانه هیچ یک از مسئولین در این جلسه متوجه عرایض بنده نشده. بنده عرض کردم یک مسلمانم. در دین من قوانین و مقرراتی هست که همگی از آیات کتاب مقدس آسمانی ما قرآن گرفته شده است. به طور مثال عرض میکنم هر کسی که والدینش مسلمان بوده باشد و در سن بلوغ از اسلام خارج شود مرتد فطری است و طبق آیه 217 سوره بقره و آیه 72 آل عمران مجازاتش مرگ است. کلمه عذاب به معنی شکنجه دادن 365 بار در بیش از 300 آیه آمده است. سوره بقره آیه 191 می‌فرماید هر جا مشرکان را یافتید به قتل برسانید. سوره انفال آیه 39 ای مؤمنان کافران را بکشید تا در زمین فساد دیگر ننماید. سوره محمد آیه 4 شما مؤمنان چون با کافران روبرو شدید باید آنان را گردن بزنید. این از شعار قرآن اقتلوا فی سبیل الله. قاضی: پس شما اصلا نادم و پشیمان نیستید.
الف ر. خیر، من به وظیفه شرعی خود عمل کردم مانند همه قضات مسلمان. ما قاضی داشتیم که برای فرزند خودش حکم اعدام صادر کرده. وقتی انسانی برای فرزند خودش حکم اعدام صادر میکنه، فرزند دیگران که اهمیتی نداره. من همانطور که عرض کردم بر اساس وظیفه شرعی خود عمل کردم و اگر اشکالی در اعمال من است، نعوذ بالله، حتما در شریعت من و کتاب آسمانی من قرآن است که همین حرف رو هر مسلمانی بگویید کافر است و حکمش قتل است. یکی از حاضرین در جلسه بلند میشه و فریاد میگوید من شاشیدم به تو اون شریعتت که همین عمل باعث عکس العمل حاضرین شده و نظم دادگاه مختل میشه. در رئیس دادگاه با چکش خود چند بار بر روی میز میکوبد ساکت ساکت، نظم دادگاه را رعایت فرمایید. در صورت تکرار دستور میدم همگی را از دادگاه اخراج نمایید. بسیار خوب. آیا شما سخن دیگری هم دارید؟ الف ر. بله آقای قاضی، این فرد به اعتقادات 1,400,000,000 مسلمان اهانت کرد و همینطور به کتاب آسمانی مسلمان. طبق فرامین همین کتاب مقدس ایشان مرتد فطری و مجازاتش مرگ است و هر مسلمانی که دسترسی به این فرد کافر را داشته باشد بلا درنگ وظیفه‌اش قتل این فرد است و اگر چنانچه در این راه کشته شود جایگاهش در بهشت و در قصر شخصی پیامبر است و تا ابد در جوار پیامبر اسلام خواهد. و حضرت رسول الله با دستان مبارک خودشان دستار حوریان بهشت را در دست چنین مسلمانی می‌گذارد. دادستان: این مرد موجود خطرناکی است. در این جایگاه هم حکم اعدام صادر می‌کند. بنده فکر نمی‌کنم در طول تاریخ بشر نظیر چنین موجودی دیده باشد. هنگامی که دادستان صحبت می‌کرد، یک نفر از ردیف‌های آخر سالن از جای خود بلند شد و در پشت سر مردی قرار می‌گیرد که به قول الفله به اعتقادات مسلمان جهان اهانت کرده و به سرعت برق و باد ریسمان را به دور گردن مرد شاردنده انداخت و با دو دست مانند جلادان حکومت‌های عثمانی چنان محکم کشید که در عرض چند لحظه مرد نگونبخت را مجله اینترنتی آوای بوف تقدیم می‌کند. فیلمنامه‌ای که بدون سانسور فیلم می‌شود. این داستان مسابقه انشاء‌نویسی. یک مسابقه انشاء‌نویسی بین شاگردان کلاس‌های پنجم و ششم دبستان کلیه کشورهای فارسی زبان در تاجیکستان برگزار شد. وزارت آموزش و پرورش آن کشور تعهد کرده بود به نفرات اول تا سوم علاوه بر دادن جوایز نفیس و ارزشمند، انشاء آنها را به زبان‌های فارسی و انگلیسی چاپ و منتشر می‌کند. موضوع انشاء 3 شخصیت معاصر منطقه فارسی زبان. اکثر بچه‌های فارسی زبان در این مسابقه شرکت کرد. بیشتر بچه‌های افغانی از جنگ و بن لادن و طالبان و کرزای و حتی ظاهرشاه و سایر مقامات افغانی نوشتند. بعضی هم از داعش و سرکردگان گروه‌های تروریستی و دیکتاتورهای مثل صدام حسین و بشار اسد نوشتند. و بچه‌های بزرگ ایرانی درباره شخصیت‌هایی که می‌شناسند مثل خانم ستوده یا خلخالی و رئیسی و نیری و سایر مقام‌های کشوری و لشکری. اما در بین هزاران انشاء ارسالی به تاجیکستان با کمال تعجب 2 انشاء متعلق به 2 پسر ایرانی برنده شد و مقام‌های اول و دوم کسب کرد. اما قبل از اینکه به موضوع انشاء بپردازیم اجازه بدید ابتدا عاقبت کار این بچه‌ها رو بررسی کرده و ببینیم این مقام چه نتیجه براشون داشت و جواز دریافتی رو به چه مصرفی رسوندن. ابتدا از نفر اول شروع می‌کنیم. نفر اول ناگهان 20 روز بعد از اعلام نتیجه شهرت جهانی پیدا کرد، زیرا انشاء او که اول شده بود به زبان انگلیسی نیز تجربه و به چاپ رسید و چند نسخه فارسی آن نیز به ایران فرستاده شد. و از همه مهمتر، یک شیک پارک خورده این 2 انشاء را با فاصله چند روز از یکدیگر در دنیای مجازی به معرض دید همگان گذاشت و میلیون‌ها لایک گرفت. سر صدای عجیبی را انداخت و دکان خوبی شد برای کسی که آن را در صفحه خودش به اشتراک گذاشته بود.
زیرا آنقدر لایک گرفت و آنقدر بیننده داشت که صفحه‌اش تبلیغاتی شد و به خاطر این مسئله اطلاعات سپاه کوروش بوشهری ساکر بندر بوشهر را زمانی که مثل سایر بچهای فقیر بندر بوشهر در بازار ماهی فروش‌های بوشهر مشغول پاک کردن ماهی و میگوها بود که خانمی بعد از خرید برای پاک کردن به او داده بود بازداشت و به زندان انداخته شد. سوالات زیادی از کوروش شد. در ابتدا چنان بچه را ترسوندن تا هرچی میخواد راحت بگوید. از او پرسیدن این انشا رو کی برات نوشته؟ پدرت؟ پدر من سالها پیش تو جاده بوشهر برازجون با ماشین تصادف کردم مرد. پس مادرت نوشته؟ نه مادرم هم که سواد نداره. پس کی نوشته؟ شاید اصلا معلمت نوشته؟ نه غیر آقا. پس حتما برادر و خواهر بزرگترت نوشته، کار خودت نیست. چرا آقا خودم نوشتم؟ ای کاش دست قلم میشد و نمی نوشتم. گفتم راستشو بگو وگرنه خواهر و برادرتو میاریم اینجا جلوی چشمای خودت چنان بلای سرشون میاریم که فریادشون بره تو آسمان تا هم از خجالت آب بشی و بری تو زمین. به خدا آقا من نه خواهر دارم نه برادر. آخه چطوری بدون کمک دیگران یک چنین مزخرفاتی نوشتی که توی اون همه نوشته اول میشه؟ والله به خدا خودم نوشتم. خب حالا میری زندان آب خنک میخوری تا نوشتن یادت بره. کوروش بوشهری تفلک در زندان ماندگار شد و تمامی جوازش هم مصادره کرد. اما انشاء بوشهری در این موضوع خواسته شده 3 شخصیت منطقه فارسی زبانان را معرفی نمود. من 3 شخصیت مملکت خودم را معرفی میکنم، نه به خاطر اینکه آدم‌های بسیار مهمی بودند و برای مردم کارهای بزرگ انجام داده و سنگ‌های سنگینی را از جلوی پای این ملت برداشتند. به این جهت اعمال بزهکارانه آنها را شرح می‌دهم تا متوجه تشکیلات قضایی کشور بشید که بر حسب شعار تمامی قوه‌های قضایی دنیا خودشان را مظهر و فرشته عدالت می‌دانند تا به اصطلاح حق مظلوم را از ظالم گرفته و ستمکاران را به مجازات اعمال خودشان برسانند. اما باید دید قوه قضاییه درباره اعمال این 3 شخصیت چه احکامی صادر کرده است. این قوه قضاییه درست مانند داعش عمل می‌کند. هر کاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد و کاری به زشتی و غیر انسانی بودن اعمالش و افکار عمومی و آبروی خودش ندارد. فرقش با داعش این است که داعش میخواد یک نظام متعلق به 1400 سال پیش را حاکم کند و طبق قوانین و فتواهای آن عمل کند و احکامش برای خودی و غیر خودی فرقی ندارد. اما این داعشیان که زیر عمامه و عبا پنهان شدن احکام و فتواهای دینی را که تبلیغ میکنند برایشان زیاد اهمیت ندارد، زیرا که احکام درباره خودی و غیر خودی تغییر میکنند. مثلا اگر حکم برای زنای محسن اعدام است، برای خودی چیزی دیگر می شود. حال اجازه دهید بعد از این مقدمه به معرفی شخصیت‌های مورد نظرم بپردازم تا خود شما متوجه این به بی‌عدالتی آشکار بشوید. یکی از افراد مورد بحث سعید طوسی است، یک قاری قرآن در مجالس بزرگان رژیم و یک معلم قرآن که 90% شاگردانش فرزندان سران همین رژیم هستند. ایشان با شاگردان چشم گوش بسته خودش عمل لواط انجام می‌دهد و در این راه آنقدر پیش می‌رود که تعداد بچه‌هایی که مورد تجاوز قرار گرفتند بسیار زیاد می‌شود و عاقبت جرمی که مرتب در پنهان انجام می‌گرفت سر صدایش بلند می‌شود و تعدادی از بچه‌ها ماجرا را برای والدین خود بازگو می‌کنند و در نتیجه با شکایت والدین پرونده‌ای در قوه قضاییه رژیم باز و مورد تحقیق قرار می‌گیرد. با اینکه جرم سعید طوسی با گفته‌های خودش از قبیل این که من توبه کردم و درست نیست جامعه قرآنی را با این شکایت‌ها زیر سوال ببرید و یا درب مسجد را نباید به خاطر یک بی‌نماز بست واضح و روشن بود، اما هیچ حکمی بر علیه او و با آن همه شاکی صادر نمی‌شود و ایشان مانند گذشته راست راه می‌روند و مشغول کارهای روزمره خود هستند و در مجالس رسمی کشور باز هم برای مراسم افتتاحیه با پررویی قرآن می‌خواند. و اما نفر بعدی سعید مرتضوی،
ایشان زمان دادستان کل کشور یعنی مدعی العموم بودند و هم سخن و ذکر ایشان باید دفاع از حقوق و مردم بوده باشد. باید ایشان تمامی نیروهای بدنی و فکری خود را صرف احقاق حقوق مردم از متجاوزین کند. اما این آقای مدعی العموم در زندان نوین به راحتی به خانم زهرا کاظمی تجاوز و سپس او را می‌کشد و باز بر سر کار خود می‌ماند. چرا؟ زیرا خدمات بزرگی به رژیم کرده است. روزنامه‌ها را فله توقیف و ممنوع انتشار کرده. هر کس سخنی بر علیه رژیم گفته دستگیر و زندانی کرده. در تظاهراتی که مردم به خاطر آرای دزدیده شدهشان به راه انداختند، عده زیادی را دستگیر و به زندان کهریزک منتقل می‌کنند که در بین این افراد تعداد از فرزندان سران سپاه پاسداران نیز دیده می‌شود. باز آقای مدعی العموم در زندان کهریزک اقدام به ضرب و شتم و کشتار و تجاوز مردان می‌کند. این دفعه بر اثر شکایت همان سرداران که فرزندانشان مورد تجاوز و کشته شدن بودند، قوه قضاییه ایشان را محکوم می‌کند و از کلیه کارهای دولتی منع می‌شود. اما رئیس جمهور محترم به خاطر خدمات ایشان به نظام و شخص خودش آقای سعید مرتضوی را برخلاف رأی صادر به مدیریت سازمان تامین اجتماعی انتخاب می‌کند. و ایشان در این مقام فرصت پیدا کرده تا از بودجه سازمان هدایایی به افراد زیادی چه در مجلس و چه قوه قضاییه اهدا نمایند تا در آینده درباره سعید مرتضوی مهر سکوت بر لب‌هایشان بزنند و عاقبت چون آقای سعید مرتضوی کتباً از خانواده مقتولین عذرخواهی کرده و اظهار ندامت و توبه کرده بود، قوه قضاییه ایشان را فقط به چند ضرب شلاق محکوم می‌کنند که با عفو رهبری آن شلاق‌ها هم زده نمی‌شوند. ولی در وطن من اگر یک بچه زیر 17 سال مرتکب قتل شود، او را تا زمانی که به سن 18 سالگی نرسیده است در زندان نگه می‌دارند تا بعد حکم اعدام را درباره اون اجرا کنند. چون قانون در مورد خیلی های دیگر فرق می‌کند. حکم برای یک آفتاب دزد قطع ید است، اما برای دزدهای میلیاردی از بیت المال مردم حکم نیست. تازه اموال مال باخته ها را می‌گیرند که مالت را از کجا آورده بودی که دزد ببرد. اما نفر سوم سعید امامی است. ایشان در آمریکا تحصیل کرده و به ایران میآیند و در سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی استخدام و عضو برجسته سربازان گمنام امام زمان میشوند. ایشان خیلی زود در این سازمان پله‌های ترقی را طی کرده و تبدیل به مدیر و آمر میشود. در راه قتل‌های زنجیره‌ای که تعداد زیادی از نویسندگان و هنرمندان و فعال سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی را به دیار نیستی فرستاد و طرح نقشه انداختن اتوبوسی از نویسندگان به ته دره در راه ارمنستان و قتل بسیار ناجوانمردانه وحشیانه داریوش فروهر و همسرشان از برنامه‌هایی بود که ایشان طراحی و اجرا نمودند. ولی عاقبت کار در این نظام برای ایشان مثل زیر آب کردن سر خیلی‌های دیگر سرش را در حمام زندان به وسیله داروی نظافت زیر آب کردند تا بوی تعفن در نیاید. اینها سه شخصیت که نه سه آدم نمای وحشی بودند که ای کاش مادر گیتی به دنیا نیاورده بود. ولی انشاء دوم را نادر کرد بچه ساکن شهر ری محله چشم علی دانش آموز کلاس پنجم دبستان ابن سینا نوشته بود. او هم درست در نوشته پیدا کرد مثل کوروش بوشهری. نادر که یک روز با گاری دستیش رفته بود از توی سطل‌های آشغال ضایعات جمع کند در خیابان 24 متری شهر ری نزدیک میدان توسط سربازان گمنام امام زمان دستگیر میشد. او را چنان خشن و وحشیانه میگیرند و میبینند که طفلک از ترس شلوارش را خیس میکنه. وقتی که دستش را محکم گرفته بودند و به دنبال خود میکشیدند دم پایش از پایش در میاد و در خیابان جا می‌ماند. بچه با گریه و وحشت میگوید آقا اجازه دم پاییم را در آمده. جواب میشه به جهنم پدر سگ، برات یک جفت کفش آدیداس میخریم. بچه را با همین شکل و همین حالت به اداره اطلاعات شهر ری میبرند و همان سوالهایی که از بوشهری کرده بودند از نادر میکنند و مسلم است که جوابها هم باید مثل جوابهای بوشهری باشد، با این تفاوت که این بار مأمورین به هیچ وجه باور نداشتند که به قول خودشون یک الف بچه چنین چیزهایی بنویسه. مرتب با فحش‌های رکیک و ضرباتی که به سر صورتش می‌زدند می‌پرسیدند آخه گوخ سگ تو این چیزها رو از کجا یاد گرفتی؟ تو که در خانه‌تان ماهواره یا گوشی هوشمند نداری، روزنامه هم که نمیخونی، این حرفا رو از فلان در آوردی؟ اصلا از کجا فهمیدی چنین مسابقه‌ای گذاشته شد؟ پس از دوستات توی مدرسه فهمیدی ارباب بابات. به کسی باید
تو رو تو این راه کمک کرده باشه. اصلا این نوشته‌ات رو چگونه پست کردی؟ آدرس تاجیکستان رو از کجا آوردی؟ آره بگو ببینم. نکن خود رفتی دستی تحویلشان دادی، یا شاید دادی مادرت پست کرده. نه کار اون هم نیست. یالا جواب بده، چجوری پست کردی؟ بچه در حالی که مثل ابر بهاری گریه میکرد و اشکاش سیلاب زلال بود که گونه‌هاش رو با خودش میشست و میبرد، از انگشت دستش رو بلند کرد و گفت آقا اجازه، راستش من پاکت رو دادم به آقای معلم و آقای معلم برام پست کرد. حالا شد. خب حتما نوشتت رو هم خونده و برات درستش کرده. نه خیر آقا، معلمم پرسید بخونیمش. به من از اونجایی که فکر میکردم چیز خوبی از آب در نیامده و میخواستم نوشته خودم باشه و نه کسی دیگری، گفتم نه، لطفا اگر میتونید فقط برام پستش کنید. تو از کجا میدونی که نخونده؟ آقا اجازه، آخه اگر خونده بود دربارش حرف میزد و ایراداتشو بهم میگفت. این آقای رنجبر معلم خیلی خوبیه، آدم مهربونی که همه دوستش دارن. خب تازه داریم به یک جاهای خوب میرسیم. خلاص این که آقای رنجبر هم بازداشت شد و برای او هم پرونده قتل ساخته شد و به زندان رفت. حالا انشاء نادر کرد بچه. موضوع انشاء شخصیت برجسته معاصر می باشد. در سرزمین من ایران در دوره معاصر شخصیت‌های برجسته زیادی بودند که میشود درباره آنها خیلی چیزها نوشت، مانند شاعران چون خانم سیمین بهبهانی با آن ترانه زیبای دوباره میسازم وطن، و یا خانم چون خانم ستوده، و یا شهیدانی که در راه وطن و یا ایدئولوژی که قبول داشتند در عرض جنگ 8 ساله به درجات شهادت رسیدند، و یا قهرمانان گمنامی که در سالهای 67 در زندانهای ایران در برابر افراد هیئت مرگ مردانه ایستادند و فقط به جرم خدا را قبول داری یا نه و یا اسلام را قبول داری یا نه، نماز میخوان یا تارک نمازی، با شجاعت و دهنکجی یک نه بزرگ به آنها گفتند و با چشمان و دستانی بسته به تیرهای جوخه اعدام بوسه زدند. بزرگان و ابرمردها و ابرزنهای زیادی داریم که می توانیم هم درباره آنها بنویسیم و هم افتخار کنیم. اما من میخواهم درباره موجوداتی بنویسم که علاوه بر این که باعث شرمندگی و خجالت ما ایرانیان شدند، بنده فکر میکنم باعث خجالت و شرمندگی جامعه بشری نیز شدند. چگونه مادر گیتی میتواند در قرن 21 یک چنین جانورانی را به دنیا عرضه کند؟ اولین جانوری که میخواهم معرفی نمایم حیوان عجیبی است به نام سعید طوسی. این موجود بر حسب ظاهر معلم و قاری قرآن کتاب آسمانی مسلمانان است، اما شاگردان پسرش را مورد تجاوز جنسی قرار میدهد. شاید کسانی باشند که بگویند این موجود مریض و بیمار است. من هم میگویم باشد، قبول دارم، اما در کجای دنیا یک چنین بیمار روانی را اجازه میدهند راست راه برود و احتمالاً باز هم به اعمال کثیفش ادامه دهد؟ ولی در جاهای دیگر بیمار را تحت درمان قرار میدن و تا پایان عمر پیشانیش مهری میزنند تا همگان او را بشناسند و مواظب بچه‌ها و فرزندان خود و دیگران باشند. شاید بعضی هم بگویند که او همجنس باز است. باز هم مانع ندارد. اکنون در بیشتر کشورها همجنسگرایان به رسمیت شناخته شده و آزادند. با این نوع افراد با افرادی مثل خود ارتباط جنسی دارند، نه با کودکان و بچه‌ها. این جانور بچه‌های مردم را فریب می‌داده و با آنها تجاوز می‌کرده. اصلا در هیچ جامعه‌ای به جز ایران کسی نمی‌پذیرد که یک مرد میان سال با یک نوجوان 14 یا 15 ساله یا کمی بیشتر یا کمتر چنین اعمالی را انجام بده. فقط در این سرزمین امام زمانی است که هیچ مسئولی نمی‌بیند و چشمان خودش را می‌بندند و یا در بین سایر پرونده‌های این چنینی در داخل کلاسور یا زونکنی در یک کمد در اتاق بایگانی برای همیشه بایگانی میشه. اما نتیجه اخلاقی که از این ماجرا گرفته میشد این است که بعد از مدت کوتاهی این بار یک ناظم دبیرستان پسرانه به محصلین نوجوان خود تجاوز میکنه. ولی این بار رهبر مهر سکوت را شکسته فرمان میدهد هر چه زودتر به اعمال متهم رسیدگی و به اشد مجازات محکوم شود. راستی چرا درباره اون جانور اولی یعنی سعید طوسی ایشان فرمایشی نفرمودن؟
شاید به گوش ایشان نرسوندن و بیخبر بودن چون زیاد رسانه‌ای نشد. اما قرائن نشان میداد که بیت ایشان مطلع بودند و خیلی شاهدهای دیگری هست که ما نمیدانیم. اما یک شاهد دیگر هست که به حقیقت نزدیک‌تره. آن هم این است که من فکر میکنم قاری قرآن هنگام لواط نام خدا را بر زبان آورده و آیه و سوره از قرآن را میخوانده تا عمل در راه خدا باشد، تا جرم و گناهی محسوب نشود. و این ترفند مذهبی را فقط آنها میدانند و بس، وگرنه هیچ دلیل دیگری ندارد که در سرزمین امام زمان حکومتی که از طرف ایشان فرمان میراند کسی بتواند لواط کند و قصر در برود. و اما جانور بعدی روباهی است که درس حقوق خوانده و مدارج قوه قضاییه را چند پله یکی طی کرده و از دادیاری و قضاوت به دادستانی کل کشور رسیده. سعید مرتضوی را میگن. حتما روزنامه‌ها و روزنامه‌خوان‌ها یادشان هست که چه آسان مثل آب خوردن روزنامه‌ها را فله‌ای توقیف می‌کرد و دیگر اجازه چاپ نمیداد. چرا؟ خب ایشان دادستان قوه قضاییه کشور امام زمان بودند. وقتی امام زمان با اسم مبارکشان ظهور کردند که روزنامه نمیخواند و روزنامه‌های چاپ نمیشد، آن هم به زبان فارسی. دادستان ایشان هم این واقعیت را میدانند. البته که ایشان دادستان هستند و باید داد مردم را از ستمگر بستانند و متجاوز و ستمگری که دستگیر و محاکم می شود. ایشان ادعانامه تنظیم و بر اساس قوانین امام زمانی درخواست و مجازات سنگین می نمایند. خب وظیفه ایشان چنین حکم می کند. گویا خانم زهرا کاظمی را مورد تجاوز قرار داد و سپس در زندان کشتند، اما همگان این قول را قبول ندارند، زیرا به خوبی می‌دانند که این جنایتکار وقتی می‌خواست تجاوز کند در دلش خطبه عقد و صیغه موافقت را خوانده است و مردنش هم زیاد مهم نیست. اصلا مردن یا کشته شدن یک زندانی چه اهمیتی دارد که بخوایم شلوغش کنیم؟ خیلی کسان دیگری هم مثل ستار بهشتی‌ها در زندان مردن، تازه شلوغش کنیم که چه بشه؟ کی میشنود؟ کو گوش شنوا؟ پس نتیجه اخلاقی ماجرا هم این است که این بار آقای مدعی العموم در کهریزک به مردان جوان تجاوز جنسی می کند و کسانی که در زندان کشته می شوند فرزندان سپاه پاسداران بودند. اینجا دیگه همان جای سفت است که ایشان میبخشید ادرار کردند و گند کار در می آید. اما فکر نکنید که پدرش را در می آورند. خیر، چون ایشان از خانواده‌های کشته شدگان که شهید نامیدند عذرخواهی و طلب بخشش نمودند و به همین جهت به انفصال از خدمات دولتی و سپس به چند ضرب شلاق محکوم شدند. عدالت امام زمانی یعنی همین. چقدر زیبا و شیک آقای مدعی العموم خود آدم میکشد و به زور عمل لواط با زندانی انجام میدهد و به انفصال خدمت و چند ضرب شلاق محکوم میشد که البته هیچ کدام از این احکام در مورد ایشان اعمال نشد، زیرا برای دهنکجی به حکم صادر و خانواده‌های شاکیان و افکار امید رئیس دولت مدیریت سازمان تأمین اجتماعی را به ایشان میبخشد و چون آقای دادستان میدانست این پست بسیار زودگذراست، دست به چپاول و غارت آن سازمان زد و شلاق‌ها را هم رهبر عظیم الشأن به ایشان بخشید. جانور سومی که باید از او نام ببرم جانوری است که برای تحصیل به آمریکا رفته بود و وقتی ملتی انقلاب کرد تا از زیر بار ستم و دیکتاتوری نجات پیدا کند و از ترس و وحشتی که از ساواک داشتند رهایی یابند تا دیگر فرزندانشان زیر دست بازجویان ساواک سلاخی نشوند، این جانور به ایران آمد و در سازمان اطلاعاتی که به همت سعید حجاریان و سعیدهای دیگری وجود آمده بودند مشغول خدمات ویژه‌ای شد، خدماتی که روی بازجویان و جلادان ساواک را سفید کرد. این فرمانده سربازان گمنام امام زمان آمده بود تا دستور قتل فرزندان برومند این آب خاک را در هر کجا که هستند نه فقط در زندان و بازداشتگاه بلکه در منزل و اداره و شهر و کشورهای دیگه صادر نمود. برای او دیگر مکان و زمان مطرح نبود. او هم مانند هم نوع دیگرش که توقیف روزنامه ها را فله‌ای انجام میداد میخواست انسانها را فله‌ای بکشد. اتوبوسی از فرهیختگان را به ته دره بفرستد. او از سلاخی لذت میبرد و از شکنجه کردن انسانها شادمان میشد. سعید سیرجانی را به شکلی در زندان کشتند که درد کشیدن او را برایشان خنده و شادی به عنوان می‌آورد.
برای او سلاخی انسانی مانند داریوش فروهر و همسرش آسانتر از سلاخی هر موجود دیگری بود. او در آمریکا گویا درس قصابی و آدمکشی خواند. برای همین هم به جای استخدام یک عده کارمند یک مشت سلاخ مانند خودش در آن تشکیلات جمع کرده بود تا کاری کنند که کارستان باشد و باز هم میکنه. زیرا که مملکت من مملکت امام زمانی است و تمامی مدیران و مسئولان آن هم امام زمانی میاندیشند. در تایید پایان این انشاء بنده هم عرض میکنم بله همینطور است. چنانچه جایزه این دو نفر هم به نفع امام زمان مصادره و ثبت کرد. 11/2/1398. مجله اینترنتی آوای بوف تقدیم می‌کند. فیلمنامه‌ای که بدون سانسور فیلم می‌شود. این داستان همسایه‌ها. نمایشنامه در یک پرده. تشریح صحنه. پشت بام چند آپارتمان است که با دیوارهای کوتاه سن را به 3 قسمت مربع شکل در جلو و 1 قسمت مستطیل در عقب تقسیم کرده است. در انتهای سن پرده سفیدی است که اسلایدی از آپارتمان‌های شهر را نمایش می‌دهد و این اسلاید در بعضی از صحنه‌ها تغییر می‌کند. وقتی پرده باز می‌شود، یک نفر سمت چپ در حالی که رادیو کوچکی را نزدیک گوشش گرفته و به صدای رادیو گوش می‌دهد، روی دیواره پشت بام نشسته است. وقتی پرده کاملا باز شد، از جایش بلند شده و به آهستگی به طرف جلوی سن می آید و حاضرین در سالن را مخاطب قرار می دهد. BBC اعلام کرده از امشب مردم ایران در هر شهر و شهرستانی که هستند به پشت بام منزلشون خواهند رفت و با گفتن الله اکبر اعتراضشون رو نسبت به حکومت اعلام و به گوش جهانیان میرسونن و گفته این خبر رو باید به گوش همه برسونین. پس من باید برم و مردم اطلاع بدم. با شتاب سعی میکنه از صحنه خارج که شخصی از طرف چپ وارد شده جلوشو میگه کجا با این عجله؟ BBC اعلام کرده امشب مردم میرن روی پشت بام‌های منزلشان شعار الله اکبر میدن. خب تا چه؟ به من چه؟ باید به اطلاع همه برسونیم. باید امشب بریم رو پشت بام و فریاد بزنیم الله اکبر. یعنی ما هم باید بریم؟ همه باید برن، فرقی نمیکنه. عزیز من، ما رو چه به الله اکبر گفتن؟ این کار یه مش مرتضی عقب افتاده است. این حرفا چیه که میزنی؟ حرکت به این قشنگی چه عیبی داره؟ خب این یه تاکتیکه. فکرشو بکن، شب از همه جای تهران صدای الله اکبر بلند میشه. این یک اعتراض زیباست که از دست حکومت هم هیچ کاری بر نمیاد. اولا اگر حکومت بخواد کافیه تو هر محله و چند تا منزل که صدای الله اکبر از اونجا بلند میشه حمله کنه. گناهکار و مورد ضرب شب قرار میده. برخورد چنان خشونت‌آمیزی هم نشون بده که دیگه کسی جرئت نکنه الله اکبر بگه. حتی سر نماز هم دیگه الله اکبر نمیگن. حکومت نشون دادی که قادر نیست برخورد خشونت‌آمیز با مردم داشته باشه یا نمیخواد برخورد قاطعی داشته باشه. دوما اگه قرار باشه ما هم تو این حرکت شرکت کنیم، چرا شعار خودمون رو ندیم؟ ما به الله اکبر چی کار داریم؟ کدام شعار؟ مثلا ما هم بگوییم کارگران اتحاد، زحمت کشان اتحاد. این که قشنگتر از الله اکبره. مثل اینکه تو هیچی حالیت نیست. بابا جون، شاه و غربی ها از ما میترسن، از کمونیست نه از آخوند. اتفاقا این شعارهای جنابالی باعث میشه آتو بدین دست حکومت. ما همیشه گفتیم دین افیون توده هاست. حالا میفرمایید خودمون با آنها سر شعارهای پوچ و مذهبیشون هم صدا بشیم؟ رفیق، دین هم خودش یه تاکتیک از طرف حزبه. بذار شاه سرنگون بشه و گورشو گم کنه، اون وقت میبینی
اگه انقلاب صورت بگیره کی برنده میشه و قدرت به دست کی میافته؟ شما از حالا قافیه رو باختی، جرئت نمیکنید شعار خودتون رو بدید. اون وقت امید به پیروزی حزب کارگر دارید. رفیق چرا حالیت نیست؟ لنین و کورنسکی چیکار کرد؟ بگذار رژیم شاه سرنگون بشه، اون وقت ما هم اینا رو مثل کورنسکی جارو میکنیم، میریزیمشون سطر اشغال. ما نمیتونیم قبول کنیم. مگه حزب ما چقدر طرفدار و عضو داره؟ تو چیکاره هستی که نمیتونی قبول کنی؟ اگه عضو حزب هستی که حزب دیسیپلین داره و تو باید اطاعت کنی. مگه میشه هر عضوی ساز خودشو بزنه؟ دیگه یک کلمه حرف باقی نمیمونه. حرکت کن، بریم اطلاع رسانی کنیم. هر دو به اتفاق صحنه رو ترک میکنن و نور صحنه قدری تاریک میشه که نشانگر شب. گروهی از سمت راست و گروهی از انتهای سن وارد شده و در آنجا میستند و با دست و تکان دادن سر به یکدیگر خوش آمد میکنند. آن دو مرد هم از سمت چپ وارد شده و در همانجا قرار میگیرند. دو دست خودشون رو به هم گره کرده و به سبک کمونیست ها به کسانی که در سمت راست و عقب سن قرار دارند تکان میدن و هر دو به آنها بیمحلی کرده و به آن دو پوزخند میزنن. هر دو گروه به آنها بیمحلی میکنن. فرد از سمت راست خطاب به دو نفر: سگدیر بابا. همگی میخندن و سپس شروع میکنن به سر دادن الله اکبر. آن دو مرد هم با آنها همصدا میشوند و پس از چندین بار شعار دادن یکی از آنها دیگران را مخاطب قرار میدن. برادرها BBC اعلام کرده که فردا پس از نماز عید فطر تهرانی‌ها از تپه های قیطریه تا میدان شعیاد دست به راهپیمایی بزرگی میزنن. فردی از سمت راست: خب که چی میشه؟ باید بریم تو این راهپیمایی شرکت کنیم. پس شما شرکت میکنه؟ حتما، چرا که نه؟ فردی از سمت عقب: لابد نماز عید فطر هم میخوانیم. همگی شروع به خندیدن میکنن. ما با شما در سرنگونی شاه هیچ اختلافی نداریم. راه ما یکیست. تا وقتی که شما منکر خدا هستید و اسلام عزیز قبول ندارید، ما هیچ همراهی با شما نداریم. هر وقت توبه کردید و نماز خوندید تازه میتونیم با هم گفتگویی داشته باشیم، نه همراهی. ولی ما با شما در این مورد همراهیم و تو راهی که شما میرید با هم هستیم، چه بخواید چه نخواید. ولی ما به شما احتیاجی نداریم. بی خودی خودتون رو به ما نچسبونید. همگی میخندن و صحنه تاریک و سپس روشن میشه. سن خالی است. افرادی وارد شده و در سمت راست و عقب سن قرار میگیرند و سپس چند خانم با روسری قرمز با آن دو مرد وارد شده و در سمت چپ قرار میگیرند. بعد از آنها چند دختر و پسر نوجوان وارد میشوند و در مربع وسط سن آمده و روی دیوارک های پشت بام می نشینند. مرد سمت چپ: شب BBC اعلام کرده که فردا جمعه مردم به دعوت آقای علامه یحیی نوری پس از برگزاری نماز جمعه در میدان جال تجمع خواهند کرد. نوجوانی از وسط به جلوی سن آمده: این اخبار BBC منو یاد انقلاب مشروطه میندازه که مردم به سفارت انگلیس پناه بردند و سفارت براشون دیگای آش رشته برپا کرد و تو محوطه سفارت چندین توالت بنا کرد که مبارزین در مضیقه نباشن. اصلا درست. برو بشین بچه، تا دهنت بو شیر میده. تو رو چه به سیاست مبارزه؟ انگلیس با ماست و همیشه با ما بوده و خواهد بود. یه نوجوان دیگه: اتفاقا ما همین بگیم، این
جزیره نشین ها با اینکه در یک جزیره که دور تا دورش آب گرفته است، اما همیشه به فکر مردمن. یک زمان هند و آفریقا، خاور دور، کانادا، آمریکا رو به خاطر مردم تسخیر میکنن. یک زمان هم کشورهای جدید تأسیس میکنن، مثل عراق، اردن، کویت، امارات، پاکستان و غیره. چقدر اینا غم مردم دنیا رو میخورن، کاری نمیکنن. نفت استخراج میکنن و میبرن، طلا استخراج میکنن و میبرن. از بس غم مردم رو خوردن، غمباد گرفتن. از سمت راست کی از تو نظر خواست؟ کی نظرتو گفتی؟ تو رو چه به این حرفا؟ برو تیر بازیتو بکن. باشه، شما هم کار خودتونو بکنی. خواهیم دید که کجا را خواهید گرفت. صحنه تاریک و روشن می شود. صدای رگبار گلوله ها پخش می شود. افرادی روی سن به جز نوجوانان به این سو آن سو می روند و سعی می کنند در دور دست ها چیز را ببینند که شعار میکشم آن که برادرم کش پخش می شود و تمامی افراد روی سن به جز نوجوانان مشت ها را گره کرده و شعار میکشم آن که برادرم کش را سر می دهند. افراد سمت چپ هم پس از تکرار این شعار ناگهان شعار میدهند خلق به پا میخیزد، جلاد خون میریزد. و افراد عقب صحنه جواب میدن توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد. افراد سمت چپ جواب میدن نه، با رنگ پاک نمیشن. با تغییر نور صحنه شعارها تغییر میکنند و قسمتی از صعود به هارون خجستباد پخش میشود و افراد عقب صحنه شعار میدهند یا روسری یا توسری. سپس به جز نوجوانان همگی میگویند حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. و بعد از چند بار تکرار شعار مرگ بر منافقین و صدام از طرف عقب و راست سن بلند می شود که در این لحظه خانم های روسری قرمز و تعدادی از مردان سمت چپ به آهستگی از صحنه خارج می شود و پس از رفتن آنها صحنه خاموش روشن می شود. سن خالی است. ابتدا نوجوانان وارد شده و در جایگاه خود در وسط سن قرار می گیرند و شعار می دهند نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. پس از چند بار تکرار فریاد می زنند اوباما یا با اونا یا با ما. و پس از تکرار آن افرادی وارد صحنه شده در عقب سن جای گرفت و شعار می دهند مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر منافق. نوجوانان فریاد میزنند مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور. افراد در عقب سن جواب میدهند مرگ بر ضد ولایت فقیه. نوجوانان شعار میدهند این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی. و پس از چندین بار تکرار شعار میدهند مرگ بر دیکتاتور و سپس ناگهان فریاد میزنند مرگ بر خامنه‌ای جلاد. افراد در عقب صحنه شعار میدن ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. و سپس با قمه و چماق به نوجوانان حمله میکنند. یکی از چماق و دستان در حالی که به نوجوانان حمله میکند فریاد میزند یا زهرا میکشم و تو این قربانی رو از من قبول کن. صحنه تاریک میشود و پس از روشن شدن نوجوانان با لباسهای پاره و مندرس و سر و صورت زخمی در جلوی سن نشستند و با حالتی ناتوان و زار شعار میدهند دزدان غارت میکنند، دولت حمایت میکند. در همین لحظه افراد عقب صحنه وارد شده و بدون توجه به نوجوانان با خود در حال گفتگو هستند که نوجوان شعار میدهند دشمن ما همینجاست، الکی میگن آمریکاست، راست سر میدن. و یکی از نوجوانان بلند شده به جلوی سن میآید و خطاب به تماشاچیان شعر را میخواند. خاکم به سر ز غصه اگر خاک به سر کنم، خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. و سپس به جای خود رفته و نوجوان دیگری جلوی سن میآید و خطاب به تماشاچیان میخواند این ملک یک انقلاب میخواهد و بس، خونریزی بی حساب میخواهد و بس، امروزه درخت آزادی ما از خون من و تو آب میخواهد و بس. و سپس تمامی نوجوانان این شعر را با هم میخوانند و پرده آرام آرام بسته میشود. avogebook.com